پس آن بیادر. مراد زود خانه بیا. چی گپ هست بیادر؟ مراد خانه بیا گپ میزنیم بیا. من کار دارم پس آن میاییم بیادر. حالا کارت هم گفته بودم زود بیا. درست از وقت کارم خلاص شد برای زنگ میزنم. اگه گپ مهم است من مزاحم نمیشم. وقتی که همراه تو باشم دیگه چیزی مهم نیست. امشب خدا گم کنیم؟ چطور یعنی؟ یعنی به نظرم اینجا روز بسیار خوب است. اگه خانواده چیز نمیگن. نه چیزی نمیگن. چرا بگوین؟ سعی است فاروق، سعی است. زیاد اصرار نکو. این موضوع برای فعلا بسته شوه. شامام شهابشان میایه با قهوه خوردن. هوش کنین پیش روی اونا جر و خوب شد گفتی مادر، من هیچ فکرم نبود. تو میخواستی خانومت تغییر بدی اما او تو را تغییر داد. توبه کردیم یا خدایا. مادر بادر راحت بان. تو مراد راحت بان. چیزی که در ذهنت میگرده حتی در زبانم نیاری. هیچی حال از خدایا هر کدامش دست یکی را گرفته پیش روی میارن. مادر تو را قدرت بد رقم تغییر منفی دادم. تو هم شروع کردی؟ مادر جان اگه میخوای احترام شوی باید به دیگران احترام بانی. کاری که در مقابل سریا و بادا کردی بیخی عیب داره. باز میخوای که طرفداری تکنم ها؟ شکر که کلان شدین اولادیم. ما تا این سن تصادفی پیدا شدیم. هیچ تجربه زندگی را یاد نگرفتیم. از شما یاد خواهد گرفتم آهسته. مادر جان من حیث یک زن فامیده و بالغ باید بیشتر با درک باشیم تو نیست؟ تمامی چیزا بیازو به خاطر درک زیاد سر ما میایه. سریا بار دگر گپی که باشه همراه مادرم نباید تو قسم گپ بزنی. فاروق ده پایین به خاطر مادرت بود چیزی نگفتم. باده برم عذر کرد چیزی نگفتم اما باده میخواست خودکشی کنه. تمام روز در قصر او دختره پالیدم. خوب شد که پالیدم. بار آخر در آشپزخانه دیدم. سر گلستانشان فشار آوردم. باز برم دروغ میگن که مسموم شده بود. بالاخره باده را پیدا کردم. پیش دختر میرم. دختر بیچاره. ببین فاروق و دختر از بین رفته. او هنوز باور کن زیاد خورده است. یک خاشه دختر هستی. چه قسم ظلم است به خدا. سعیس ما برات نمیگم که حق به جانب نیستی. کاش که وقتی فهمیدی اول پیش ما میامدی. کاش که به ما میگفتی. سعیست معذرت میخوایم اما وقتی شنیدم اعصابم خراب شد. چی کنم؟ دنیا سرم چپه شد. حالا چی خود شد؟ چرا قسم یک فرمان صادر کرده؟ چرا؟ بین مراد و باده فکر کنم که کدام گپ شده. مراد؟ فهمیدم. خب حالا چی خواهد شد؟ به خاطر نجات یافتنشان عروسی دختره میکنن. نمیفهمم باید همراه مراد گپ بزنم. سریا برام اجازه بده یک بار بیرون برم نفس بگیرم. خواهش میکنم. میشنم واقف. ما او دوستی را به خاطر کار کردن به خانه آوردیم. عکسایش گرفته برات روان میکنم. فعلا اسکن کردن نمیتونم. از روی عکس ببین دیگه. توبه. یک تو در زندگیم کم بودی.
آی چرا سر من قار میشی؟ من نفهمیدم. چطور سرت قار نشم بگم؟ فاروق کجاست بگو؟ نیست. بازم برش نگفتی نه؟ میگم برش، میگفتم اما نماند. کجا برم وقت میته که بگویم؟ زهر و کینه خود ریختاند و رفت کجا. گپ آدم میشنوه. لطفا مرا خستن اساس میگم تا اجازه نداد گپ بزنم. عصبانی شده خیست رفت. ایوان پست. میگفتی که سرم جیغ نزن که من مریض هستم. بسیار میبخشی اما در یک روزم قدر تانستم خدا کم بیارم. مرا گفت برو و بار دیگه نمیخوایم تو را ببینم. هیچ چیز تو دیگه مربوط من نمیشه. پس تر از بیگم جانم امیر برش هیچ مهم نیست. بیگم فکر کنم نمیخوایی که برش بگویی. آی پیلین بلیاز خدا کلگی سر من قار میشه. لطفاً کمی میشه خانه بریم. بسیار خسته هستم. دیگه شیمی گپ زدن ندارم. حتی نمیفهمم که چی میگم. لطفاً بخیر. ای وضعیت مرا ببین. بریم. بیا جانم برو. بیا. آمدم میتونم. آی عثمان واقعا کم از دیوانه شوم. بسیار ناراحت هستم. وقتی فکر میکنم کم از دیوانه شوم. فعلا مثل باروت هستم. فاروق آمم قسم گپ زدن نمیتونه. من فعلا حق به جانب شده نمیتونم. یعنی 6 تا با کسی گپ زدن نمیتونم. درست است بله. شاید کم زیادتر همراه مادرت امکان داره بی احترامی رویه کرده باشم اما حق به جانب نیستم ها. تو هم سرم قار هستی میفهمم اما نه به نظرم تو مثل همیشه حق به جانب هستی. میفهمم کاری که مادرم میکنه قابل قبول نیست. راست میگی؟ بیادرم به این قسم یک چیز اجازه نمیده. تو هیچ تشویش نکن. عثمان اجازه نمیده اما چی خواد کرد؟ یعنی عروسی باده و مراده خواد کرد اتو یک کار چطور خواد شد ها؟ این کار احمقانه است. باور کن عثمان. نمیفهمم. هیچ نمیفهمم به خدا. تنها چیزی که میفهمم ای است که عروسی کسی را هیچ وقت نمیشه به زور کرد. سرایا من در این قضیه تا آخر همراهت هستم. هیچ وقت تشویش نکنی. کم خدا آرام کن. یک نفس عمیق بگی. بهتر شدی نه؟ بله خوبتر هستم. زنده باشی. شکر که تو هستی عثمان. ادای خانه به تو زیادتر میتونم اعتماد کنم. اگه تو نباشی از عصبانیت زیاده قسم پوف 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 ده هر دیوار خود خوردم. باور کن. اینجا میایم همراهت گپ میزنم. تو بازم هر وقت بهترین گپ را میگی که باید گفته شوه. چطوری کار کردم میتونی؟ زنده باشی. خوب خواستی نه؟ خوب هستم. زنده باشی. سر تو را هم به درد آوردم. سرایا خاله دی وقت از کجا آمدی؟ اما تو بیرون رفته بودم دلم نشد پس خانه برم. برو بسیار کار خوب کردی چون وضعیت خانم خراب بود. باز چی شده؟ بیا که او طرف بریم بگو چی شده. یک چند ساعت خانه نبودم. چی کارا که نشده. چطور امکان داره؟ او طفل بیچاره را بیبی حال چطور است؟ نیست. یعنی صحتش خوب است اما خود خورد.
واقعا خاله وقتی برش فکر میکنم دیوانه میشم و قدر سرم تاثیر میکنه که هیچ هضم کردن نمیتونم. بعضی چیزایی است که ما هم هضم کردن نمیتونم، اما میفهمم چی قسم آرام باشم. خانم اسما اگر میخواین لطفا ناحق شام خود خراب نکنیم، باز وضعیت خراب نشه. معلوم دار است. شام بخیر. روزایت اینجا حساب میشه خانم سنم. دهی روزایی که حساب میشه نباید اجازه بدی که خواهرزاده آرامش خانه را از بین ببره. بفرمایید. اگر موفق می شدی باز فیلم آوره روحت با آسمانا می رفت و باز تو رو می دید. باز به حالت خودت افسوس می کردی. انسان به خاطر وطن می موره، به خاطر کسی که دوستش داره می موره. اما چی بفهمم؟ به خاطر کسی که یک ذرام ارزش نداره جان خود به خطر می اندازه؟ بعدن چی میشه دختره؟ به خاطر یک دروغگو چرا باید بهار زندگی تا فدا کنی؟ کم صبر داشته باش، هنوز راه طولانی در پیش داری. میتونی در زندگی بگویی که من قهر کردم دیگه نمیخوایم. میتونم بهار زندگی ما ببینم؟ کافیست که روی تا طرف آفتاب دور بیتی. سرایای ما او خو مثل آفتاب است. اجازه نمیده که هیچ چیز را تاریکی فرا بگیره دختره. دست ترم خوب محکم خود گرفت. البته من خو مثل او نیستم، نمیتونم غم انسان را ازشان دور کنم، اما او همیشه یک راه را به ما نشان میده. دست او را خوب محکم بگی. درست است؟ درست است. جوابت خدا جزایت بده. جوابت خدا جزایت بده. جوابت. شماره‌ای که شما به تماس شده این فعلا به دسترس نمی باشه. وقتی آرام کردن تو را نفهمیدم از طفل ما کمک خواستم. توی را از کجا پیدا کردی؟ به ما هم روان کنه؟ از دکتر کمک خواستم، مرا خفه نساخت. پدرش قربانی صداهای قلبش شوه. فاروق معذرت میخوایم، زیاد فشار آوردم، همونطور نیست، اما گناه تو خود نیست. من میخواستم آرام باشم، اما آرام شدن به نظرم یاد نگرفتیم. همراهیم نفس بگی. سعیست. آقا شهابشان آمده، ما باید پیشان برم، اما هیچ دلم نمیشه. اما قسمه که گفتی باید پایین شوی. 2 دقیقه دیگه چی میشه؟ یک بار دیگه صدا را پلی کن. خرگوش واره. جلسه چقدر طول خواهد کشید؟
یک چند روز دیگه. در این صورت چرا قدر وسایل کم گرفتی؟ به خاطر که اما قدر وسایل کافیست برم. زندگیم تو را خاله پیلینت از مکتب میاره، درست است؟ اگر از شفاخانه برآمده نتانه، تو را برده نتانه، سرویس مکتب پشتت میآید، تو را خانه میرسانه و تو همراه خاله کیرازت منتظر میباشی تا که خاله پیرینت میآید. اما که نبوده مو را ناراحت نکنی. فهمیدی؟ در مکتب موسیقی مرا ثبت نام کردی؟ زنده باد. در این صورت بعد از رخصتی مکتب اونجا رفتم میتونم. سرای خواهر گفت هر وقت خواستی میتونی بیایی. اجازه میتد، درست است. زنده باد. او بسیار یک آدم ساتر است، اما تو نیست. من کمی تمرین کنم که فردا او را متعجب بسازم. آی بازم؟ آی بله بازم. حالا بگیر. اوف. ده خانه جدا، ده شفاخانه جدا، کل کار سر تو مندازم. اما او را به کسی دیگه امانت مونده نمیتونم. آی بیگم چتیات نگو به لیاز خدا. تو با تشویش ما نباش. میتونیم درباره موضوع فاروق گپ بزنیم؟ واضح بگویم، بعد از امروز نمیفهم چی عکس العمل نشان خواهد داد. نمیتونم جگرخون شدن امیره در چشم بگیرم. خب یعنی به یک شکل در مکتب بالاخره روبرو خود شدن. اونجا کم عادت کنن بدون کدام قضاوت اول معرفی شون. بعدن که از شفاخانه برآمدم باز خود دیدیم. درست است. آی اسما، شهاب کدام نیت بد خو نداشت؟ البته یک موضوع خود درباره خانه از جای خفگی خود نیست دیگه. نه خیر آقا شهاب، موضوع خورد خانه است. درست است ما نو خویشی کردیم اما دوستای سابق هستیم. هموتون نیست؟ از زندگی هم دیگه خبر داریم. تو زیاد کار و بار خوش نداری نه؟ تا جایی که میفهمم کارای مالی تا مدیر پیش میبره. اما بچهای ما مجبور هستن که حسابای خود دقیق پیش ببرن. معلوم دار است به زحمت راحت نیست. یعنی وقتش که رسید باز خواد خرید. شما چرا در این باره تشویش دارین؟ من ایرا نمیفهمم. اسما البته هر کس به نظر خود حساب کتاب داره، او را میفهمم، اما به نظر من زندگی را نباید به خاطر چیزای ناحق در جگرخونی تیر کنیم. ما یک توفیق که لیاقت دختر ما داشته باشه در عروسیش داده نتونستم. شهاب این موضوعات دیگه واز نکن. به هر صورت با این خواستم عروسیشان جبران شود. شام همگی بخیر. شام بخیر. شام بخیر بچه. خوش آمدین. خوش آمدین شهاب پدر. خوش باشی بچه. بسیار میبخشین تال دادم، کم کار داشتم. فکر کنم درباره موضوع خانه گپ میزدن. ما امروز با راهنما زنگ زدم. متاسفانه خانه فروخته شده. بله متاسفانه فروخته شده، اما شکر خدا کدام بیگانه نگرفتش. خودم گرفتم. راست میگی؟ بله. اوه چطوری را گرفتی جانم؟ یگان کارش به فردا مانده، اما در بورسای قدر خود داریم نه؟ خب چشمایتان روشن. بخیر و خوبیتان باشه. شام بخیر. خوش آمدین. خوش سلام آقا فاروق. خیرت باشه. چی را مبارکی میدادین؟ خانه را گرفتم. مبارک باشه. واقعا مبارک باشه. بسیار زیاد تشکر بیادر. زنده باشی. آفرین، دقیقا همین قسم. موفق شدی که آیسته آیسته شوهرت در چنگت بیاری. مادر پپک
دیدی نه؟ وقتی ما را دیدن چطور آدم شدن ها؟ راست میگی پدر جان. خوب دیگه. بسیار زیاد تشکر. دلت جمع باشد دختره. درست است. خداحافظ خندم. آی جان مادر صبر که یک دانه ماچه دگام کنم. آفرین به تو. آی مادر. چی؟ متوجهت باشی. بچه‌ام قبلا در این بار امرایت گپ نزده بودم. این موضوع خانه از کجا پیدا شد؟ به ما از محاسبه هم کسی زنگ نزده. من از خزانه شرکتی پول نگرفتم. تشویش نکن. قرض گرفتم. دزم تشویش نکن. از معاش ماهانم دوباره پرداخت میکنم. کدام مشکلی نداره میتونست؟ ها؟ تو چی کردی بچه‌م؟ با کدام عقلت قرض گرفتی؟ بچه‌م چرا قدر عجله داری؟ چی ضرور بود؟ تو به خاطر خنده زنت چی کارا که نمیکنی بیادر؟ فکر نکنم یک لحظه‌ام به عواقبش فکر کنی. چرا؟ به خاطر که زن ما برای مهم است. یک روزی کلیتا برات خواد چکستاندم. آدم بیعقل مراد احمق. یک دفعه تو بیا. فکرت در پایین شرمیدم و تشکری که نتونستم. بسیار زیاد تشکر جانم. خنده ای را که در چهره دیدم برام کافی است. ما واقعا بسیار خوش هستیم. راست میگم. اما من نمیخواستم این موضوع قدر کلان شوه. اما این کارت عالی بود. هیچ وقت خدا قدر مهم حس نکرده بودم. بسیار زیاد تشکر. آی آمدم. فکر کردم که گارسون است. پس برم. چرا آمدی؟ آمدم که گپایت به یاد بیارم.
hiç tükenmez bir hayat vardı, kırlara yayılan ilkbahar gibi. Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı, gözümün içinde ateş var gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim, güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. Hissedince sana vurulduğumu anladım, ne kadar yorulduğumu, sakinleştiğimi, durulduğumu. Denize dökülen bir pınar gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim, güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. بیادر خیرت باشه، ما چی کردیم؟ او بچه ما تو را میگم زود خانه بیا، باز موبایلت گل میکنی. اگر کدام موضوع عاجل باشه ای خود گم کردن چی مانا میتپیه؟ کار بوده، مثل مدیر مکتب مرا آزار میتی، گوشای ما کش میکنی بیادر. در نظر شما ما هیچ کلان نشدیم؟ احمق فرار نکو. چی شده؟ کجا فرار میکنی؟ چی گپ شده؟ امرای بیادر همه قسم رفتار میکنی. ایسا به باز چی الان دور باش دخالت نشو. تو چی الان دفتی؟ چی گفته میری؟ استاد باش همراش گپ میزنم. هیچی بیادبیست. دلت به او دختر نسوخت؟ کدام دختر بیادر؟ بسیار خوب میفهمی که کدام دخترم میگم. بسیار خوب میفهمی که ای بدی را کردی. وقتی که تو مصروف لذت بردن بودی دختر اینجا کم بود با ما را خودکشی میکرد. کی بیادر؟ باده فکرت. احمق جوابت نه. تو چطور میتونی با زندگی یک انسان قسم بازی کنی ها؟ تو چه قسم انسان هستی؟ کجا میرین؟ در کارهای بیادرها دخالت نکنی. ما او شب نشب بودم بیادر. او شب خودش پیش روی آمد. ما از کجا میفهمیدم که قسم میشه؟ خودش خوب هوش بود. بازی خودکشی کردن ها چی معنا میته؟ ما او تو یک شب هیچ بیاد ندارم بیادر. بسیار زیادم میبخشین. ما اصلا بیاد ندارم. ایوان پست میشه بودی بازم تو یک کارا میکنی. چی کردم این؟ فکرت دارم. تو دور باش. فکرت تو بابا یاد خدا. شما بی اقلا مرا مجبور میسازن که دست ما سرطان برم. باید تو بی اقلا هوشیار بسازم. آرام باش. فکرت تو بفهمی. بس از تو به خدایا. یعنی او دختر هیچ گناهی نداره؟ فاروق تو چی نیت داری؟ بچه ما با خاطر یک نوکر نباید میزدی. اونقدر بی ارزش نیست.
فاروق جان لطفاً عزیزم آرام باش. چطور آرام باشم؟ چطور آرام باشم؟ فاروق عشقم آرام باش. سرایه بان که برام بلیاز خدا بان که برام اگنه ای خانه را بدگر روی خواد کدام. فاروق لطفاً آرام باش. ببین ما یک راه برش پیدا میکنیم. کدام راه داره؟ کدام راه داره؟ مراد بزور عروسی کنم یا او دختره از خانه بکشم. فکرت کارهایی که در شرکت شده را خواهی هیچ گفته نمیتونم. سرایه ما یک نفر هستم. سرایه ما بسیار خسته شدیم. فاروق تو یک نفر نیستی. ما 2 نفر هستیم. ما مستم. حتی ببین 3 نفر هستیم. سرایه بیبی یک راهی برش پیدا میکنیم. باور کن یک راهی داره حتما. تو فقط 2 دل هستی اما قدر. اگر راهی داره بگو سرایه. چی میشه یک راهی را بگو. ما بسیار ناراحت هستم. بیبی من به بادا یک پیشنهاد میکنم. اگر قبول کنه ای برای کل ما بسیار خوب خواهد شد. توی کار به ما بان. به ما اعتماد کن. اگر تو نمی بودی مده خانه چی میکردم؟ نیک چاشت شده چطور؟ صبح بخیر. صبح بخیر. یک صبحانه، یک خوشخلقی، حداقل یک ماچ میخواستم. اما گفتی صبح بخیر. منتظر بودم که بیدار شوی. دلم نشد بیدارت کنم چون که بسیار خواب مقبول بودی جانم. باز مثل سابق هستی. من فکر کردم دیشب با هم صمیمی شده باشیم اما جلسه دارم به این خاطر لباسایمو پوشیدم. تشویش نکن. مطمئن هستی؟ اما صبحانه را با هم یک جای میخوریم درست است؟ بیا. بادا جان میشه کم گپ بزنیم؟ بیشین. بادا میفهمیم که تو عاشق مراد هستی. ما و فاروق بیادره تو را درک میکنیم. سرت قار نمیشیم، تو را مقصر نمیدانیم. فاروق بیادرت میخواد به تو کمک کنه اما نمیفهمه که چه قسم. فکر میکنم عروسی کردن تو همراه مراد درست است اما راست میگین؟ بادا جان ببین پدر و مادر عاشق هم دیگه بودن. وقتی عشق او 2 نفره میدیدی میفهمیدی که عاشق بودن چی است. مام همیشه همون قسم یک عشق میخواستم. خوش شانس شدم. وقتی فاروق عصبانی باشه نگاهش به طرف من تغییر میکنه. میفهمی؟ نرم میشه. من اتو حس میکنم با ارزشترین شخص دنیا هستم. قسمه که با او بسیار مهم باشم. فکر میکنم یک پوخانه است و در بین او بالون فقط ما 2 نفر باشیم. امروز میخوایم که خوب به گپ هایم گوش کنی. ما از روزی که دست چپ و راست ما شناختیم مراد دوست داشتیم. اما مراد تو را دوست نداره. میفهمی همه تو نیست؟
بیبی عشق یک چیز دو طرف است. محبت دو طرف است. تو ایره بهتر از من میفهمی. تو کم بود به خاطر ای که با کسی که دوستش نداری عروسی کنی خود از بین ببری. به خود ظلم میکردی. آیا تو میخوای با یک کس عروسی کنی که در طول عمر به طرفت با چشم خوب نبینه؟ به نظر من تو ارزش بهتری اینا را داری. من بدون ای که با ناامیدیایم با کسی عروسی کنم دیگه چاره ای ندارم. من یک دختره بی کس و کوی هستم. بس همه قدر ارزش ندارم که حق داشته باشم. من یک خیال دیدم. خواهر من مورد زیاد دوست دارم. نمیخوایم او را ناراحت کنم. اگر لازم شود همراه اون قصاب و عروسی میکنم. ما آمدیم که برات بگویم یک راه دگام وجود داره. باده چی قسم یک راه؟ بیبی تو فکر نکن که قسم راحت گپ میزنم. مام یک دختره بی کس و کوی بودم. پدر و مادر من دستن کم از دست دادم. باده خاله مریض بود. به تنهایی بزرگ شدم. به تنهایی درس خواندم، کار کردم. اما هیچ وقت اجازه ندادم که زندگی مرا کسی اداره کنه. ریسمان زندگی من به دستم گرفتم. تو می کار کردم میتونی. ای گپاره چی قسم میتونم عملی کنم؟ خب تو چرا در سایت ادامه ندادی؟ چرا در سایت ایلا کردی؟ خب شد دیگه خواهر. بیازو فعلا هیچ چیزش به یادم نیست. درست است. من سر درس میخوانم. عثمان بیادر تامس کمکت میکنه. دلارا است. او در ریاضی بسیار خوب است دختر. یعنی تو واقعا جدی هستی خواهر؟ خانم اسما تو را به ما بان. فاروق و کار حل میکنه. کافیست که تو بخوایی. تو به خود باور داشته باش. بعدن به من. خواهر به نظرت میتونم این کار کنم؟ بعد از این خواهد شد؟ البته که میشه. وقت انسان بخواه میتونه دنیا را تغییر بده. ما این کار میتونیم. تو را خداوند به من روان کده خواهر. بسیار تشکر. شکر که هستی. جانم برگکم. بس هست دیگه بیازا. محریزش کده بودم. ما این کار کده میتونیم. تشویش نکن. میتونیم. آفرین به تو خواهر جانم. بسیار تشکر خواهر. زنده باشی. شکر که هستی. معلومه هنوز اون وقته که دلتنگ میشی اینجا فرار میکنی. تو خو میگفتی که حالا کلان شده. جوان هستین. خونتان گرم است. متوجه گپا هستم. اما تو هم باید قوانین اخلاقی جامعه که در او زندگی میکنی را بفهمی. مثلا اگه باده عامله میشد باز او وقت چی میکدی؟ دی باره فکر کدی؟ بیادر خواهش میکنم. بیازو بسیار جگرخون هستم. من واقعا نمیخواستم که قسم شوه. میفهمی کار را که ما انجام دادیم بسیار بد است. اما همراه دختر من عروسی کردن نمیتونم. ما او را فریب ندادیم. برش کدام وعده هم ندادیم. باده اصلا دختر بازاری نیست. واضح است که عاشق تو شده. معذورین و زیان بین یک قسم روابط همیشه خانما می باشن. کسی که غرورش میشکنه و ناموسش لکه‌دار میشه همیشه خانما هستن. متاسف هستم اما همین قسم است. از همون خاطر یک مرد که به خانمی که به دستش آورده نمیتونه نباید دست دراز کنه. اگه حالتشان با هم مساوی باشه و طرف مقابل متوجه تمام گپا باشه باز درست است میشه. اما به ما اصلا به ما نمیزیبه که مثل باده یک آدم معذور و بیکسه تنها به حال خودش رها کنیم. خب حالا میگی چی کنیم؟ ما ازش مواظبت میکنیم. تا وقتی که به پاهای خود استاد نشده همراهش کمک میکنیم و هر حالتی که باشه تحت هر شرایطی که باشه با هیچ بهانه بار دیگه کوشش کنیم. تو بیادر
توبه. تو خدای. آی الله آی الله. آی لودا آی. مثل صنف آبابان هستین از ما با زور استاد محمود جور میکنه. نمیشرمین که همیشه مرا آزار میتین لودو ها؟ بله عثمان، در خط باش. حالا با فکرتم زنگ میزنم. یک پیشنهاد دارم به شما. تقسیم اوقاتت به درستی تعقیب کو، درست است بچه؟ اگرچه پیلین خالی تا متوجه می باشه اما بازم وها به خاطر که من نیستم ساعت ها پشت کامپیوتر شیشته بازی نکنی، درست است؟ درست. تقسیم اوقات درس و بازی کردنت مشخص است. غذایتان به وقتش بخو. هیچ کس خفه نسازی. درست است خانم کیراز و پیلین خالیت خفه نسازی. توبه، از دیشب تا حالا یک گپ از 100 دفعه برام گفتی مادر جان. مادر تو خو مرا فریب نمیتی اما تو نیست؟ یا نه نمیری؟ نه خیر یک دانیم. نه خیر نمیرم. مقبول معلوم میشی از او خاطر میبوسمتون و غلط میکنم. بیا که از خود ما عکس سلفی؟ عکس خود ما. سلفی؟ عکس خود ما. حالا بیا یکی دگاه مادر تا بپوس. حالا دیگه نوبت ماست. حالا دیگه نوقت میشه. من دیگه میرم، نوقت شد مادر. خودت بودی که یک ساعت جورابت انتخاب نمیتونستی آقای محترم. اولین کار بود که برات گفتم با آرامی حلش کن. اگه این قسم نمیگفتم شاید صبح وقت در خبرهای عاجل تلویزیون میشنیدیم. در بولنگوی مسجد اعلان میکدی. بیازو همی کارم کدی. چی فکر کدی؟ فکر کدی گپا چی قسم به گوش سریا خواد رسید ها؟ خواستی موضوع کلان شوه و مراد مجبور شوه ها؟ ما به هیچ کس چیزی نگفتم خانم اسما. مرا بسیار پشیمان ساختی. ای بار دومت بود. حمام گرم بساز. کمر ما درد گرفته، باید راحت بسازم خودم. درست است. صبح بخیر. امروز وقت آمدی. من میخوایم کم راحت شوم. اما ایره تازه آوردیم. ما برات کلچه و قهوه بدون کافی آوردیم. آیی خرابترین قسمت حامله همی است که باید قهوه را بدون کافی بخوری. آیی بسیار یک چیز بیمان است. امروز بسیار خوب معلوم میشی. چی بفهمم دیگه؟ آمدم مکتب باز کردم. این تابلوی موسیقی طرف من بسیار لبخند میزنه. من که خوش نباشم پس کی خوش باشه؟ حالا بیا که ایره نصف کنیم. بسیار مزه داره. تو هم زود آمدی؟ ساعت آخر ما رسم بود، استادم نامد باز ما فرار کرد. فرار کردی؟ مادرت خبر داره؟ حالا پیلین خبر داره. دوستش مرا اینجا آورد. مادرم به خاطر جلسه کاری بیرون از شهر. خوب درست است. حالا بیا. خب درست است. حالا بیا در وقت خوب آمدی. بسیار کلچه‌های مزه دار آورده. تو خوش داری؟ همون تو نیست؟ بسیار خوشمزه هستن. درست منتظر همی بودم. درست منتظر همی عکس العمل بودم. چطور است لذت؟ مزه دار است. بگم تو طرف من ببی، لطفاً دیگه تشویش نکن. ببی کمی خنده کو، قسمی خنده کو. ببی من از این تداوی با آخرین حد امیدوار هستم. همه چیز بسیار خوب خواهد شد. حالا کمی راحت باش دیگه. امیر چطور کردی؟
برش گفتم که به جلسه کاری میرم. ها پیلی، امیر به تو امانت است. 2 روز امانت است. درست است دوستم؟ تو خوب شو، باز پس بیا طفلت بگی. البته که میایه. بسیار خوش و صحتمند دوباره خاط آمد پیشت، باور کن. حالا دیگه یک خانه ها را رها کرده بود. سعیس حالا یک خانه رها کرده پیش برو. سعیس دیگه فهمیدم. سلام. سلام، خانم پیلین هستین؟ بله. نیست؟ کمی وقت‌تر آمدم اما هیچ مهم نیست. درس ما هم خلاص شده بود. امیر امروز بسیار خوب آمادگی گرفته بود. به نظرم کار خوب است. بله بسیار کار خوب است. امیر جان بیازا، من باید برم. فاروق بیادرت امروز در خانه کوره و کباب آماده کرده. اگه اینجا را بسته نمیکنین من یک کم دیگه میتونم اینجا باشم. کار دلارا خواهرتام چند دقیقه بعد خلاص میشه، فهمیدی؟ امیر جان در خانه کار خود کردی و ما هم امرت کمک خود کردم. یا مگه میخوایی تو آماده میتونی؟ همراه من؟ یعنی میشه؟ کاکا فاروق زیاد خوشت آمده بود. به یاد داری 3 بیادر داره، بسیار شوخ هستن. ساعت تیر خواد شد. امیر گفت برم که خانم بیگم خارج از شهر رفته، اگر شما خواسته باشین و اجازه بدین. درست است، اگر امیرم میخوای مشکلی نیست. چقدر خوب. میشه من شماره خدا به شما بدم؟ هر وقتی که شما زنگ زدین باز پشت امیر خواهد آمدم. اصحی است. بیزو خانه بورانشان دیدیم. اصل کوره کبابه با ماشین موی خوشکن تشبیه میکنن. به نظرم بسیار تشبیه منطقی است. بسیار منطقی است نصیف، بسیار منطقی است. حالا پککو نورگل خواهر، باده چطور است؟ اگه تنها باشه بهتر خواهد شد. باید بسیار زیاد استراحت کنه.
ما او را هیچ ناراحت نمیسازیم. وقت شروع کردین. بیا عثمان بیا. حالا زغالا را تازه بساز که نظیفم خو عقلش از دست داده. بیا در خیرت از تو خو کوره را به کس دیگر رها نمیکردی. چی شده که حال دست کشیدی؟ وقت ما شما را کمک میکردم که دستایتان خسته نشه. امروز باید همگی عرق کنن. حالا بفرمایید تو حقت ادا کن. یک دقیقه فکرت بران از کوره میترسانی؟ حالا دیگه امروز ما آرایتایتنشان بته. بیا نظیف مرا بتش. بفرما آقا. حالا ازم یاد بگیرن. خوب هستم. پککو انجینر پککو. ما میرم گوشتارم میارم آقا. برو جناب مراد، ای گوشتای قسم از دور با سیل کردن پخته نمیشن. بیا بچه. حالا دیگه بیادرای تا میاد بته که چه قسم پککو. حالا بیا پیش سراش پس بیا. استایل جناب خراب صحیح پککو. استایلش خراب نکنه. خیرت است. این موضوع کوره و کباب از کجا پیدا شد؟ خواستم هوای خانه کمی تغییر کنه شادخت است ما. آیا کار بده کردیم ما؟ بعد از بسیار وقتها سلطان گفتی خانمت کجاست؟ سر کار رفته. فکر میکردم بعد از افتتاح مکتب دیگه سر کار نخواد بره. انسان ها بعضی وقتها میتونن بیرون هم برن. یک مهمانم در راه سال خاط آمد. بازم مهمان است. آی خدا کنه که او دوست شیشکش نباشه. نامش گرفتیم آمد. خوش آمدین. وای مهمان تو بودی. بسیار ایران شدم. خوش آمدی عشقم. خوش آمدی زندگیم. بیا امیر که تو را با دیگران معرفی کنم. بیا. مردم بیاین که با امیر معرفیتان کنم. امیر اولین شاگرد سریا و بخت خوش مکتب ماست. ببی تو هم امرای خانواده ما معرفی شوی. از کاکا عثمانت شروع کنم. حالا دیگه سلام. اولین شاگرده. سلام، من کاکا فکرتت هستم. سلام. خوش شدم. چطور هستی؟ من مراد هستم. با او کاکا نگویی که زورش میته. حالا بیا بیبی یام ایپک خواهرت از خانم کاکا فکرتت. یا مادر ما شادخت است ما. حالا دیگه نظیف بیادر کمکش کو که دست روی خود بوشوی. درست است ینگه. حالا بودو میخوایی که در طیاره بریم؟ حالا بودو. اما با کجا؟ بالا شدی کنی؟ تو چند کیلو هستی؟ آماده هستی؟ سعیس دستای تا باز بگی؟ آماده هستم. پرواز کردیم. محکم بگی امیر، محکم بگی. تنها اعضای خانواده بودیم. یگان روز دیگه شاگردتم می آوردی. توبه. بیازو هیچ نفهمیدم که مهمان کردن دیگه چی مانا میتن. اما در امیر خارج از شهر کار داره. به خاطر او بیرون از شهر رفته. از همین خاطر من امیره گرفته اینجا آوردم که تنها نمونه و دق نیاره. بیازو تازه از لندن آمدن و درست با محیط عادت نکرده. عشقم تو خو میشناسیش. حتی شاید خانم اسمان بشناسیش. همون خانم بگم که به محل افتتاحیه آمده بود. اما مادر امیر است. کدام بگم؟ دکتر خانم بگم میگم. قبلا هم به نظرم در بورسا بوده. بعد از او به لندن رفته. حال دوباره پس آمده. حتی فاروق هم گفته بود که از زمانی که در بورسا بود میشناسیش. و مادرتان بگو که یادش بیایه. با یادم آمد. او وقت او دوره ستاژ بود. بله با یادم آمد. از لندن پس آمده. نمیفهم مادر. من چند بار روبرو شدم امروز چیزی نپرسیدم. حالا یک بچگکان پیدا کرده ها؟
اما بچهش بسیار زیاد شیرین است. شاید باورتان نشه بسیار لایق است. حتی یک روز از خانم بیگم پرسان کردم که لیاقتش طرف کی رفته، گفت طرف پدرش رفته. اگه اجازه تان باشه من شروع میکنم، بسیار گشنه شدیم. الا بچه ملا ینگت گشنه سیره با ما بتن شما برین سر دو سر خانه بره، خانه بره. جانم، من ازت پرسان کرده بودم که تو خانمم میشناسی، گفتی نمیشناسم، اما مادرم میگه که او رو میشناسم. از او وقت تا حالا بسیار وقت تیر شده و من او وقتم زیاد همراهش در ارتباط نبودم، از او خاطر. میبخشی عثمان، میشه دل مرا برم بتی؟ بفرما خواهر. هیچ، من دستمال آورده بودم. من تشناب دارم. خواهری بچم میخواه تشناب کنم، ما اینجا ایستاد هستیم طرف ما دیدم ایره اینجا میمانیم و ایران میگیریم. میبخشیم ما کمی در فکر رفته بودیم. تو راحت کارت کن، ما پیشی دروازه می باشیم. درست است بچیم؟ بسیار تشکر، شما منتظر من نباشین، من خودم به باغچه میایم. بسیار تشکر. همراه شاگردایت بسیار زود صمیمی شدی سرایا، حتی به این اندازه که به مهمانی خانوادگی ها میاین. بله، مثل که قبلا هم گفتم امیر در یک حالت خاص قرار داره و بله زود صمیمی شدیم. امیر یک بچه متفاوت است. گفته بودی مادرش خارج از شهر است، پدرش کجاست؟ نمیفهمم، نپرسیدم، یعنی درباره این بچه قدر معلومات زیادم ندارم، تازه معرفی شدیم. این مقبولک چند ساله است؟ ده ساله. 10 ساله. یعنی اگر من میفهمیدم که شما قدر کنجکاو میشین، باز کوشش میکردم بیشتر دربارش تحقیق کنم، حداقل کم معلومات جمع میکردم. اینقدر فکر نمیکردم. هر کسی که سر میز خانواده من میشینه را میخوایم بشناسم. اگه زیاد مهم نمی بود باز نمی آمدم. لطفاً به شفاخانه بیا که گپ بزنیم، درست است؟ فاروق، اگه اجازه بدی برات بگویم باز من بعض دلایل منطقی دارم پیش خود. بچه ای سلادا چی شدن؟ عثمان تو متوجه باش، من یک بار داخل میرم که کم عجله کنن. مام یک بار تشنه. حالا دیگه زود باش، تا هم با این چیزا کم تاثیر نکن.
خانه همگی طرف من میبینن. باز مرا که میبینن امو تا ایران میمانن. ماهیم عجیب معلوم میشن چطور؟ نه، هیچ چیز عجیب نیست. شاید دلیلش زیبایی تو باشه که مردم ایران میسازن. مراسم من قدر زیباست. بسیار زیاد. ثریا خواهر شاید به تشویشم شده باشه. حالا بیا که فوتبال بازی کنیم. ما میایم، ما بازی بیا میکنم. از ششتن خسته بیا شدیم. ببینیم که کی خوب بازی میکنه. بیا. گل. آفرین بچه، آفرین. حالا بچه بیا گل دیگه بزنم که ببینم. چی وقت به من میگفتی؟ مادر بودن بیگم در اینجا به خاطر ما هیچ ارزش نداشت. فعلا چطور؟ هنوزم چطور نداره او بچه؟ مادر خواهش میکنم اجازه بده که کمی فکر کنم و این کار خودم حل کنم. درست است؟ تمام کارهایی که در این خانه میشن به تو ربط ندارن. از این مسئله دور باش. خواهش میکنم. زنده باش. زنده باش. شفا باشه خانم دکتر. سر دکتر خود مشکوک نباش. قسمی که برات وعده داده بودم موهایت نمیرزن. شاید یک کمی بیحالی، خستگی و دلبدی را تجربه کنی. به شکل نادر امکان داره بیهوش هم شوی. زیاد تنها نباش. زیاد نه، به هیچ شکل تنها جایی نمیری. حداقل برای فعلا. فهمیده شد نه؟ گوش کو بگم. تمام این مشکلات یک جای حل خواهد کرده. 10 سال میشه که سر همین تداوی کار جریان داره. من بسیار بالای تداوی باور دارم. تو هم باور داشته باش. باور داشتن 50% صحتمندی است. ایره خود تو از مکده بهتر میفهمیم تو نیست؟ بسیار خوب، کم استراحت کن.
آرامش. متوجه خود باشی. آهسته بدو. آمدم. قهرمان هستی. آفرین به تو. نه اینی قسم بزن. حالا بچیم، حالا زود حالا اینم تو. به شکت از بچیم. آفرین اینم تو. مادر، من این خانم بیگم در محفل افتتاحیام دیدم اما با یادم نامد. شما که گفتین از بورسا از دخترم پشت ای گپا نگرد. این که یادم در بورسا دیدی یا ندیدی به تو غرض نیست. بان که ما زندگی خود کنیم. فهمیدم مادر جان. حافظتان مرا حیران می سازه. گل. من یک فوتبالیست ماهر هستم. خدا کنه گوشت امروز صحیح پخته شوند. چی شد عثمان خان؟ تو هم به چیزی که من فکر میکنم فکر میکنی؟ خدا کنه فکر ما اشتباه باشه بیادم. خدا کنه، اما مادرم بسیار بر خطا شده. همه شوره میبینه. راست شبیه به بیادرم است. چشمایش میبینی؟ چی؟ لالا دانت از خیر باز کن. بیادرم چی شد؟ داخل فرار کرد و احتمال زیاد شاید حال محاسبه کنه. روز بخیر، بفرمایید. روز بخیر. یکی از دکترای شما خانم بیگم گفته بود که خارج از شهر میره. خانم ما مریض اوناست، هرچی عاجل باید امروز باید تماس شوم. کارتشون گم کردیم، شماره شب به ما دادم. شما مشکلتون به من بگوین که من به اونا برسونم. سیز من خودم باید امروز اونها تماس بگیرم. شما با ما شماره شبتون، من برش پیام روان میکنم. درست است. یک دقیقه. میبینم. لطفا نوت بگیرین. تشکر میکنم. شماره را که دایل نمودید فعلا به دسترس نمی باشد. فاروق عشقم چی شد؟ فقط که کدام جن دیده باشی؟ جن؟ توبه نه جانم مادر، اگه فکر بودم تو پیش رویم آمدی. تا هم زود جدی نشو. درباره بیگم کدام مشکل دارین؟ نفهمیدم. در اصل خود سوال من بسیار واضح بود. گفتم در مورد بیگم کدام مشکل دارین؟ گفته در مورد بیگم کدام مشکل دارین؟ ایره نفهمیدم که چی مشکل داشتم. نمیفهمم. این بچه خورد تمام خانواده را حیران ساخت. زیاد سوال کردن همه دربارش. یعنی کدام دشمنی خو ندارین ها؟ نه زندگیم دیوانگی نکو. توبه. مادرم به این قسم گپا میخواه مالکیت خودت در خانه نشان بده. تو نمیفهمی مادرم تا که تمام سوابق یک نفر نفهمه او را سر خان خود نمیمونه. توبه بیا که بریم که گوشتا سرد میشه. بیا دیگه. جانم بچگاری دم تطبیق کردم. خواستم یک قسم تو را ببینم. خوب هستی؟ امیر چطور است؟ امیر خوب است، در مکتب است. حال مریض دارم. اول او را معاینه میکنم، بعداً باز امیر را گرفته خانه میرم. تو مطمئن هستی که ضرور نیست من شبم روی تو باشم؟ به خاطر امیر خانم که راز خواد خواستم. نه من بیازو همیشه خواب می باشم. تو همراهی او باش.
پیلین بگو جانم. فاروق را قبول خواد کرد. تو بسیار یک بچه شیرین داری. کسی که امیر از نزدیک بشناسه هیچ کس از اون منصرف شده نمیتونه. تو تشویش نکن. و ها واضح است که فاروق موضوع تو را به طور کامل حل نساخته. فقط به خاطر امی گپام قبول میکنه. تو تشویش نکن. ای گپ دیگه از کجا؟ چی بفهمم دیگه پیگم؟ کسی که انسان فراموش کرده باشه بودن و نبودنش برش ارزش نداره. اما فاروق حبیبی 10 سال گذشته اما او آدم تو را دیده، پیشنهاد قبول کرده و اینجا آمده. بعد از اون بسیار عصبانی شده و پس رفت. انسان چطور میتونه سر کسی که برش ارزش نداشته باشه عصبانی شه؟ و بیگم میگه با من چی و رای خودم میگیره. نه دیگه جانم. به نظر من خواهم قسم است. به نظرم فاروق تو را هیچ فراموش نکرده. ها راستی ما چرا در این باره گپ میزنیم؟ تو خوب میشی و ضرورتام نمیشه که بچی تا پیشکس بونی. درست است؟ تو هم یکم همه قسم فکر کن لطفا. مریض ما شاید آمده باشه، یک بار پیشش میرم او را میبینیم باز پس میایم. درست است؟ درست است. نه دیگه خواهر. آسیا تو خنست که تعبیر خواب تو هم همین چیز باشه. خواهر خواب نگو دیگه بس است. یک خواب بود برات گفتم خلاص شد. از جدای اینا 10 سال شده، شاید هم بیشتر از این باشه. خانم اسما خو نام او را در قصرم نگرفته تا امروز. شاید اشتباه کرده باشی. نه، اوایل سال 2007 بود. کاملا مطمئن هستم. اگه خانم اسما بگویه یا نگویه فرق نمیکنه. آقا فاروق بسیار پریشان شده بود. همون وقت موترشام تکر کرده بود. موترشام تکه تکه شده بود. حادثه کرده بود. به یادتان خواست؟ مثل هر واده خانه میگشت. وضعیتش بسیار خراب. خوشی چهرهش از بین رفته بود. از کاروبار عقب ماند. تازه لبخند به چهرهش آمده بود. افسوس. خواهر حالی که تو قسم میگی یعنی امکان داره که همین گپ باشه؟ خانم اسمام رنگ از چهرهش پریده. نه بس است. این موضوع را اینجا بسته کنین. دیگه نمیخوایم چیزی بشنوم. هر کسی که میخواد گپ بزنه بره از ما به دور گپ بزنه که ما در این بین نسوزیم. آفرین، حالا پاس بده. اوه چی یک پاسانی بود. بسیار خوبش بود. مرا بس است. با ما چیز مانده؟ فاروق حالا تو همراهش بازی کو. بچگک بیچاره تنها ماند. چی گپ شده؟ نه که از بازی من میترسی. بسیار جدی معلوم میشی. بسیار زیاد. سریا خواهر حال بیبی اینجا برو دیگه. آفرین. دیدی سریا خواهر؟ سریا خواهر یک دفعه بیبی چه قسم گل میزنه؟ به نظرم از مزیت خوشش آمده. برو دیگه برو. اینمه تو. سریا خواهر تو را میگم بیبی حالا دیگه نه بیا تو پس پیشین بگی. آفرین. نمیمانم که از پیشین بگیری. سریا خواهر یک دفعه بیبی. آفرین.
امیر شنگت نشان بده قهرمان، زود باش. وقت بخیر. آبا فراموش کردین؟ نورگل خواهر، من نمیخواستم که قسم شوه. واقعا متاسف هستم. معذرت میخوایم. مخاطب معذرت خواستن تو خو من هستم مراد. میفهمم بسیار سرم قار هستین، حق دارین، اما استغفرالله. محاکمه کردن تو ده حد ما نیست. قضاوت کردن هم ده حد ما نیست. ما حد و جای خودم میشناسیم مراد جان. ای که متعلق به کجا هستی میره بسیار به خوبی میفهمیم. اما باده جوان بود، نمیفهمید. حالی مو یاد گرفته. تشویش نکن. سرای خواهر گل دیدی؟ دیدم. خب دیگه گشتم آماده هستن. حالا دیگه مسابقه خلاص شد آقا فاروق، تو باختی. رفری پیش از وقت وی سرزت قسم خونه میشه. حالا بیا که یک بار دیگه دست روی تبو شویم. کجاستی؟ خاله جان. جانم. بوی کباب ببینید نمیاد. چطور اینجا شیشتی؟ به خاطر که من حامله نیستم. حالا بیا. امیرم آمده به خدا. دباغچه بسیار فضای خوبه که از حالا بخیز دیگه. امیر کی است؟ تو شاید 15مین نفر باشی که سوال کردی. امروز گفتم میتونم امیر بچه فیلم ماست. برات گفته بودم نه خاله، اولین شاگرد ماست. گرچه آوردن او بچه به خانه بسیار موضوع کلان جور شد. پیشانی خانم اسمان بسیار ترش است. نمیفهمم پشت سرم به فاروق چی گفته میره. همراهی او بچه خود چی مشکل داره؟ من نمیفهمم، اما این حالت اونا هیچ خوشم نمیایه. بسیار عجیب است. حالا خاله جان خواهش میکنم مرا تنها نمان، بیا دیگه زود باش. نه جانم، سریالی که زیاد خوش دارم شروع شده. بیا زو هفته گذشتم ندیدم. حال تکرارش به خوشی و آرامی میبینم. من گوش ننستم. حالا تو برو. تو از اسما فرار میکنی نه؟ باز برات کدام چیزی گفتم؟ ای نه جانم، من همراهی اسما کدام مشکلی ندارم. نه گپ فرار کردن نیست، اما فضای اتاق من از دیدن چهره او شیشه کده بسیار خوش دارم. تو اپک شیشت میگی؟ بله. آی خاله بسیار بد است. اما بسیار تشبیه خوب است. بله خانم پیلین. خانم سریا سلام. با من یک مریض پیدا شد، هرچی عاجل باید به عملیات خانه برم. پشت امیر اومده نمیتونم متاسفانه. هیچ مشکلی نیست. اگه میشه شما او رو اینجا شفاخانه بیارین، اینجا متوجه او میباشن. نه هیچ ضرور نیست. یعنی امیر اینجا بسیار خوش است. اگه میخواین اینجا بودم میتونه. از مهمان ساختن او بسیار خوش میشیم. یعنی البته اگه به شما و خانم بگم کدام مشکل نباشه. اگه میخواین از اون پرسان میکنم. اگه او بخواد اینجا بودم. خب درست است. تشکر میکنم. من قسم میکنم. زنده باشید. خواهش میکنم. اما خب گفتم که اینجا باشه، اما باز کلان جنجال جور خواهد شد. او در باغچه چی خواهد شد؟ بی طرف خاله خود رفتن. تو نمیایی دیگه. نه جانم، من اینجا می باشم. خیر باشه خاله. حق تو را مخواد خورد. نوش جانت.
خانم بیگم موبایلش جواب نمیده، چند بار زنگ زدم. بیادر بیبی قبل از اینکه ناوقت شوم برای سریا گپ بزنیم. امکان داره بسیار حالت خراب شه. همه چیز از این خرابتر نشه. چی بگویم مسمون؟ تا که مطمئن نشم چی بگویم؟ خدا بعد دست خود رسوا بسازم. سریا خواهرم کجاست؟ پیش خالش رفته. امیر جان، جانم، از تو یک چیزم میپرسم. حالا پیلین خواهرت زنگ زده بود، یک عملیات عاجل برش پیدا شده. اون گفت که به شفاخانه ببرمت، اما من ترجیح دادم که تو همینجا باشی. تو چی نظر داری؟ سعیست دیگه. امیر بیا که گوشتا رو تقسیم کنیم. حالا بیا 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 اینجا بشی. عشقم، تو خواه کدام مشکل نداری؟ همه تو نیست ها؟ نه جانم، البته که بودم ایتانه هیچ مشکل نیست. خالد؟ ها، او نمیخوره، گشنه نیست، اما حق او را من میخورم. باز یک چیز کلوله و چاقک ازم جور خود شد. کاملا قسمی که تو میخوایی. از این گپ مرا میترسانی ها. کافی است که ضعیف نشی جانم. پدرت هم دکتر بوده؟ نه نبوده. خب پس این قسم است. پدر و مادرم از هم جدا شدن. من پدر من ندیدم. تو همه قسم میکنی شوخک ها؟ چرا رو میره دور کردی؟ بگو. چون بویش خوش ندارم. بیبی کاملا مثل تو. یعنی چی که بویش خوشت نمیایه؟ رو میره چه تو خوش نداری؟ باش، حالا ما برات یک لقمه کوچک درست میکنم. تو رو یک بار امتحان کن که چه قسم لذت داره. فاروق بیادرت هم خوش نداره. ببینم که تو پیش از عادت خواد کردی یا نه. حالا دیگه ایره دست به دست کنی. درست است. بگی مقبولک. من خب بانجان رو میره خوش نداشتم، اما امروز میخورم. دروازه بیرون باز بود. معذرت میخوایم. هیچ گپی به گفتن ندارم. عذری هم ندارم. به خاطر که تو رو به این حالت رساندم واقعا معذرت میخوایم. معذرت نخوای. هر باری که تو از معذرت میخوایی من خودم کوچک احساس میکنم. من نمیفهمم که چی بگویم. فقط چیزی نگو. تو قرضدار نیستی. من دیگه طفل نیستم. تو مرا مجبور نساختی. تو مرا فریب ندادی. من خودم فریب دادم. من اول باید خودم ببخشم. یک چند مدت اینجا زندگی میکنم. یگانه خواهش من از تویی است که اگه بار دیگر روبرو شدیم این قسم دلسوزانه طرفم نبی. درست است پیام ندی فکرت باشه که پیام ندی جناب آدم.
ای خدا. بیادر خیرت است؟ تو خدا دفتر غیر حاضری نمیکردی؟ امروز کمی ناراحت بودم بچش. یک چای بیار برام. خیرت است. کار تمرای فکرات چطور شد؟ او انتقال نمیته؟ نه جانم انتقال میته، البته که انتقال میته، وان با کمال میل. بیبی امروز هم مرا به غذا دعوت کرده. راستی؟ وای وای، چی دروغ بگویم، اما فکر میکردم که با پولی آدم من نخواد خریده بتونی. نه جانم نه، نقطه ضعف و پول و مال نیست. پس نقطه ضعف چی است؟ راستش نمیخوایم بگویم فاروق، حق به جانب است، امایی که فکرت براستی لود است. او خدا با فاروق میزنه و متوجهی گپ است. یعنی قدیر جان به خاطر ثابت ساختن خود بلندتر از فاروق خدا تباه خواد کرد و ما سیلش خواد کردیم. یعنی برانا قبل از قبل در مقابل همدیگه باروتا را یک جا کردن. کار ما فقط آتش زدن باروتا است. بله کاملا همه قسم است. ای بسیار در جانم کلان است. نه به نظرم بسیار مقبول معلوم میشی. دی لباس یخنش هم کلان است، مثل بچهای بدماش معلوم میشی. همو تو نیست عشقم، تو بیبی زیاد برش نمیزیبه ها. به نظرم از تو که دی مقبول معلوم میشه. جای خوابی جوانه چطور کردی؟ حلش کردی؟ ده اصل من دمی بارا فکر میکردم. اتاق پهلو خو نمیشه، اوجه یک کوچه یک نفر است. چطور اوجه بخوابه؟ سالون؟ در سالون کوچ راحت است. اگه میخوای نورگل آماده کردم میتونه. اونجا زیاد کلان است. شما در تاریکی شب که تنها باشه نمیترسین؟ آه خدا، حق به جانب استی، راست میگی. ما میترسم بعض اوقات. پس یک انتخاب باقی میمانه، او هم که همراه ما بخوابی. چطور همراه ما؟ همراه ما در زمین یک جای برای آماده میکنیم. چی نظر داری ها؟ بگو دیگه، قسم یک شب حوصله میتونی؟ ما بازم به نورگل میگم او یک راه بهتر پیدا خواهد کرد. شما خواب شوین زندگیم. یک مهمان ما از استانبول آمده. زیاد وقت شده او را ندیدیم، درست؟ مهمان نوازیش نکردیم. ما پیش او میرم، یکمه امروز صحبت میکنم. شیرینم تو باش، من زود پس میایم. درست است. فاروق، تو در این وقت به دیدن کی میری؟ یعنی حتما به دیدن یک مرد میری؟ چون فکر نمی کنم به دیدن یک زن بری. اگه هدف ما قسم کدام کار باشه باز به تو خبر نمیتون. چی شده؟ تو هم قهر شدی که امیر امشب همراه ماست؟ توبه مام، دیگه کی قهر شده؟ به نظر تو کی؟ شاید به شنیدن این گپ خوش نشده باشه. عشقم، او یک طفل است و مسئولیت یک طفل سخت است. مادرم شاید به خاطر این قهر شده باشه. اگه نه، یعنی تو هم راست میگی. بگم دوست دوران دانشگاهی تو بودم و تو نیست؟ نه، در بورسا بود. در گروه دوستای ما بود. بعدن چطور شد که یک دفعه ارتباط خود قطع کردین ها؟ اوف، توبه. این سوالات چطور در این وقت شب در ذهنت پیدا شده ها؟ چی ربط داره؟ نمیفهمم. عروس خانم اسما هستم، شاید دلیلش همین باشه، اما تو نیست؟ اگه او میخواد درباره همه معلومات داشته باشه، باز ما چرا نخوایم؟ حالا برو. دی وقتا خدا موضوعات کاری برای مجازی گپ زدن نمیتین. میگی مداخله نکو، درست است. در محفل افتتاحیه بیگم میبینه اما یک کلمه به من نمیگین. مادر بیادرم به ما هشدار داده بود. پس رول مدعی خانه چی است؟ وقتی که از حادثات و اتفاقات هیچ خبر نشد. بیادرم گفت که به کسی نگویم. دیگه چی میکردیم؟ بیادرم گفت که به سرایا و مادرم هیچ چیز نگوین.
درست است. او را خود ای وقتا کدام چیزه شده؟ شما را چی شده؟ مادر واقعا ما را اینجا مثل اطفال به خاطر تأخیر و سزا دادن خواستی ها؟ برو از مخاطب خودت پرسان کو. هر دقیقه که چیزی میگم شما میگین طفل خونه استم. ده اصل شما همراه من مثل اطفال رفتار میکنین. حدتان بشناسین جانم. حالا که شما کلان شدین آیا حکم مدعی خانه از بین رفته؟ تا وقتی که ما زنده باشم مادر شماستم. بسیار خوب است. واقعا بازم مثل همش در کل چیز من ملامت هستم. معذرت میخوایم شاه دخت است، ما نفهمیدیم، فکر ما نشد. میبخشی. تو را چی شده ها؟ مادر ما چی وقت با موضوعاتی که به من ربطی نداره مداخله کردیم؟ اگه او طفل بیادرزاده تو باشه باز میفهمی که با تو ربط داره یا نه؟ اگه این قسمم باشه به خاطر حل کردن این موضوع باید به بیادرم وقت بدیم. پیش از اون نمیتونیم بریم و همراه بیگم حسابی کنیم مادر. باید آرام باشیم و بیادرم باید وقت بدیم که موضوع رو حل کنه. جنجالای دیگرم حال سر ما میفتن. باید همراه مردم ما حسابی کنیم. فکرت خوب هستی؟ نیستم. میگه چرا درباره خانم بیگم به کسی چیزی نگفتم؟ برو از بچت پرسان کن. مشوق سابق او است. از من چرا پرسان میکنی؟ چطور؟ بیگم مشوقه سابق فاروق است؟ فکرت شما گپ چرا پت میکنین؟ به نظرتان سریا نباید از گپ خبر شد؟ نمیفهمم اپیک. او آدم گفت با خانمم و با مادرم چیز نگوین. مام چیز نگفتم. چرا هر چیز ما باید بگویم؟ تو به خدایا. درست است جانم. تو کمی آرام باش، خود راحت بساز. یک حمام کو تو فکرت کمی آرام شوه. راست میگی. من باید برم حمام کنم. شام بخیر. ما دوست پلین اوزور هستم. خودش عملیات بود. های از عملیات بیرون شد؟ بله، نیم ساعت قبل بیرون شدن. باید همراهش به تماس شوم. بسیار عاجل است. ما بسیار دوست نزدیک اونا هستم. اگه در خانه‌تان یک خط تماس خاص باشه میشه امرای اونا تماس بگیرم. من به آدرسش ضرورت دارم. نه خیر، فقط شماره شفاخانه پیش اوناست که در حالت عاجل زنگ میزنم. متاسفانه شماره کمک کردن نمیتونیم. هر وقت که موبایل خود جواب داد همراهش ارتباط برقرار کنید. سعیس. تشکر میکنم. توبه. مرا اونجا خو نمیبرم. میشه که پیش تو خو شو؟ البته. بیا جانم. خوابت نبرد ها؟ به خاطر تو چی کنم؟ باش، من یک مفکوره بسیار عالی دارم. مادر ما همراه من قسم میکرد. حالا بیبی اینجا رو سیل کن.
Gözlerin bakar da görmez, ellerin tutar da bilmez. Gece gündüz fark edilmez, demedim mi sana gönül? Sabahın tam üçündesin, dertlerin en gücündesin. Hala onun peşindesin, gitme dedim, gittin gönül. Böylesi sevdiğin için bir kördüğüm oldu için, ağlıyorsun için için, demedim mi sana gönül? Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim, en sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül. Böylesi sevdiğin için bir kördüğüm oldu için, ağlıyorsun için için, demedim mi sana gönül? Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim, en sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül. O bir yolcu, sen bir hancı, gördüğün en son yalancı, içindeki derin sancı, gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim, en sonunda ben de sevdim, şimdi ben... Faruk. حالا نه مادر بچه حالا نه. O bir yolcu, sen bir hancı, gördüğün en son yalancı, içindeki derin sancı, gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim, en sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül. بیگم تو روان کرده بودی مادر. فاروق بچم تو چی میگی ها؟ مادر بیگم عامله بود و آیا تو را روان کردی ها؟ اگه او بچه از ما باشه آیا تو سبب شدی که بچه ما بی پدر بزرگ شوه ها؟ فاروق بیبی ما اون وقت نمیفهمیدم که بیگم حامل است. مادر بس است دیگه. از تو و از این تخلص خانوادگیت و از این قدامت خانوادگیت دیگه خسته شدیم فهمیدی مادر. تمام زندگی ما با بی احترامی نکردن با تو گذشت مادر. آیا تو همه چیزا را با من روا دانستی؟ همین بود، تمامش همین کارایی بود که ما کردیم. فاروق بس است دیگه. فاروق نیست مادر. بعد از این چهره من خود دیدی و نه صدای من خود شنیدی مادر. این تخلص 400 ساله بوران به تو مبارک باشه. فاروق مادر پشتم نیایی فهمیدی؟ بس است دیگه. فاروق گپ ما بشنو. فاروق
توش نشدی؟ نه گلونو گرفته. تو نخیز، ما برات میارم. راستی؟ یک دانه هستی. فکرت زنده باشی عشقم. آیسته گلاس مفته بان که بفته. فکر میکنم خواب از چشمای میره. این مرا زیاد خو گرفته. ای بوی مرا دیوانه میسازه. فکر کنم نیت بیدار شدن نداری. نه اما تو دوام بده. امیر کجاست؟ کی؟ امیر؟ امیر کجاست؟ او بچه کجا رفته؟ آرام باش جانم، چطور آرام باش. باشم؟ او بچه کجاست؟ خدا جزای من بده. بچه از پیشم گم شده فاروق. او بچه نیست. او بچه کجاست؟ خنده نکن بلیاز خدا. متوجه یک طفل 10 ساله بودن نتونستم. من چه قسم متوجه طفل خود باشم؟ آرام باش، خانه شاید باشه. حال خاط آمد. عشقم چطور آرام باشم؟ تو بریم بگو. اگه مادرش زنگ بزنه من برش چی بگویم با مادرش ها؟ بگویم از پیش ما گم شده. صبح بخیر. آی امیر تو کجا بودی؟ قلبم استاد کردی. کم بود دیوانه شوم به خدا. بله، حالا که ماه گم شده دوباره پیدا شد میشه با مکتب آمادگی بگیری. سعیز حالا بیا که آماده شوید.
صبح بخیر. صبح بخیر. شادخت اسما دیشب با سر مقال کرد. هر قدر میکنم اصل موضوع رو فهمیدن نمیتونم. صبح بخیر. همراه بیگم تونستی گپ بزنی؟ اینجا نمیشه، همراه ما بیاین. موبایل بیگم خاموش است. به خاطر گپ زدن امرای پیلین به شفاخانه رفتم، اما با او گپ زدن نتونستم. اما امروز یک کسی باید برایم جواب بده. بیادر اگه قسمی باشه که ما فکر میکنیم. دعا میکنم که قسم نباشه. انشالله که 10 سالم رو بچه‌م از من دزدیده باشه. یعنی قبولش میکنی؟ چی کنم فکرت؟ چی کنم؟ اگه او طفل ما باشه باز من چی کنم؟ براش بگویم که زیاد وقت گذشته بگیریش؟ یعنی هنوز همراه سریا گپ نزدی نه؟ عثمان تو هم پشتی موضوع را بیخی زیاد گرفتی. توبه توبه. وقتی که مطمئن شدم البته براش میگم، ولی یک شک از چطور براش بگویم؟ او دختر حامله است. به هر حال بحث جدی نسازن. شاید نیاز نباشه عقب تشویش باشه. انشالله. با ما یک مسکن بیار نورگل، سرم بسیار درد داره. ما هم حین حال شما را دارم. شما که زنگ زدین خودم خورده نتونستم، دواره در جیب ماندم. هر قدر که تلاش میکنم با کدام نتیجه نمیرسم. هیچ گپم سر کسی تاثیر نداره. تو مصطفی را وظیفه بده. او بگم کجاست، در کدام شفاخانه است، برم پیدایش کنم. فاروق هیچ گپ نمیزنه همراهیم. تمام کار از سر شد. نشه که ای بچه نواسه شما باشه. حالا نباید منفی فکر کنیم. او دیشب کجا خوابیده بود ها؟ همراه آقا فاروق. عروس خانومان بسیار جذبش شده. خدا کنه که ما اشتباه کرده باشیم. اگه نه عروس خانم بسیار جگرخون خواد شد. تا صبح دعا کردم که خدای نخواسته زندگی اونا خراب نشه. آخرین کسی که فعلا دربارش فکر میکنم سریا است. اونا کجاستن؟ نمیفهمم. بگه ما فراموش کردیم. درست است، من میرم برات میارم، تو همینجا باش. مام همراهت میرم. اینجا چی کنم؟ درست است. میفهمی باز دوستش برایش چی گفتن؟ چی گفتن؟ شادی باز. اوه شوخ. خانم اسما، شما اینجا چی کار دارین؟ با دیدن فاروق آمده بودم. میخواستن فاروق ببینین؟ قسم دهی حالت یعنی دهی لباس. توبه توبه، ای که در خانه خود با کدام لباس بگردم من باید از شما بپرسم. خانم اسما، کدام مشکلی است؟ هیچ کدام مشکلی نیست. از فاروق یک چیز پرسان میکردم، دروازه را تک تک کردم. فکر کردم که در داخل است اما کسی نبوده. کدام چیز دیگر فراموش نکردین جانم؟ نه، میشه یک چیز بپرسم؟ این خانم یک قسم کله خراب نیست؟ آها، بسیار بد است. قسم گپا را نگو، واقعا بد است. حالا دیگه بیا که بریم. ما آمدیم. چرا خدا با زحمت ساختین؟ ما دگاه منتظر میموندم. عشقه، من میربکس خدا فراموش کرده بود. ما به نظرم تو زیاد نارام بودی. دیشب چرا از اتاق رفته بودی؟ دیشب ناوقت آمدم، نخواستم تو را بیدار بسازم از او خاطر. به خاطر دیشب بسیار تشکر. خواهش میکنم شیرینم، هر وقت که خواسته باشی بیا. از برکت تو فاروق بیادرتان بسیار ساعتش دیر شد. میبخشی. بله؟ شیرینم، امروز تو را فاروق بیادرت میرسانه، درست است؟ به خاطر که من خسته شدیم. درست است. درست است. حالا دیگه
کمربندش بسته کنی، فهمیدی؟ درست است ینگا. سریا خواهر، مسعود در مورد یک موضوع کمک میخواستم. به خاطر روز مادر من باید به مادرم تحفه بخرم. به خاطر خریدن تحفه همراهیم کمک میشی؟ من اینجا هیچ جای بلد نیستم. درست است شیرینم. پس یک کار میکنیم، تو بعد از مکتب به مکتب موسیقی ما بیا، حتی یک عکس مادرت هم امرایت بیار، شاید از او استفاده کرده بتانیم. درست است؟ پس من اول خانه میرم. بیازو خانه ما به مکتب زیاد نزدیک است. اون بچه تو ما را زیاد خانه داد امروز. ینگا با تو یک چیز بگم، قسم میخورم این بچه عاشقت شده. نصیب درست است. ما بعداً باز برات زنگ میزنم. در وقت رانندگی نباید با تلفن گپ بزنی. حق به جانب است. بیازو ما هم قطع کردم. آخرین سرعتش تا چند است؟ 260. اوهو، تا حالا قدر سرعت گرفتی؟ جایی که بیروبار موتر نباشه بله. اگه بیروبار زیاد باشه باز خود نمیشه ایره میفهمینه. من میخوایم راننده موترهای تیز رفتار شوم، اما مادرم نمیمونه. من فکر میکردم تو میخوای موسیقیدان شوی. موسیقیدانم میشم. فراشد رانم شدم میتونم، اما از ارتفاعی کوچک. میخوای بگویی که با این کارایت میخوای قلب و مادر و پدرت اساد کنی؟ میشه که موسیقی بانی؟ البته. گلستان، در خانه کدام آلبوم خانوادگی است؟ من خب پالیدم اما پیدا نکردم. شاید خانم اسما او را جایی مانده باشد. او چیزا به نورگل خواهر خوبتر معلوم است. تو یک بار ازش پرسان کن. چی کار داشتین؟ چی کار داشتین؟ حاله به تو هم حساب پس بتم؟ نه استغفرالله، اما از نورگل خواهر پرسان میکنم. اگه او پرسان کنه برش چی بگویم؟ زیاد تشویش نکن. بگو خانم ایپک میخواه، بگو میخواه خاطرات و عکسای شوهر و خانواده‌ش ببینه. به خاطر این کارم باید فرم پر کنم. منتظر نوبت خود باشم. من پیداش میکنم خانم. برو. بله ابراهیم، صبح بخیر. صبح بخیر. نه خوب هستم خدا رو شکر، هیچ مشکل صحی ندارم. اگه امروز وقت داشته باشی من میخوایم پیشت بیایم. درست است با امید دیدار میبینمت. بیا. بفرمان خانم. با مصطفی بگو که بیرون میره، موتر آماده کن. صبحانه نمیخوره؟ امروز همین قسم است. بسیار خوب. مریض ما امروز چطور است؟ ایره خو شما باید بگوین استاد. به خاطر گفتن کدام چیز هنوز وقت است، اما شروع تداوی از هر چیزی که من تخمین کرده بودم بسیار بهتر شده. حداقل رو گفتم میتونم. یعنی چطور؟
نتایج معاینات آمده استاد؟ اینقدر زود؟ هنوز جزئیاتش نگرفتیم، اما در لابراتوار ایراد جدی اعلام کردیم. تا وقتی که خوب نشدی همین قسمی ادامه خواهد یافت. کافی است که تو همراه ما کمک کنی. استاد شما چی میگی؟ من به خاطر تنها نماندن بچه خود هر کاری میکنم. همین که برنامه را قبول کردی خودش یک قدم بسیار بزرگ است. شاید هم مثل تو هزارها مریض دیگه از برکت تداوی خوب شوند. بگم کافی است که تحمل کنی. تحمل کن، خواهش میکنم. من پشت لندن بسیار دق شده. مکتبای اونجا هر 6 هفته بعد یک بار رخصت می شدن. بسیار خوب بود. شاید با گذشت زمان به اینجا عادت کنی. چرا اینجا آمدین؟ مادرت چی میگه؟ چیزی نمیگم، میگم این قسم لازم بود. صبر کو بچه‌م، صبر کو. عشقم چطور هستی؟ یوم قویتون خانم. تشکر. دیشب بسیار خسته کن بود. من هیچ خوشم نامد. دیواره چی فکر میکنی؟ حتما با من هم نظر استی. آی بایکم در موتر مانده. سلام فاروق. معذرت میخوایم، من فکر کردم سرایا او اینجا میرسانه، شما به زحمت شدیم. شما باز چی بازی را برای انداختین؟ نفهمیدم. بگم چرا آمده؟ چرا در اطراف من میگرده و این بچه را چرا بار بار با من روبرو هیچ میکنه؟ کس کسی را با تو روبرو نمیکنه جانم. فقط دیروز همه چیز ناگهانی اتفاق افتاد. خانم سرایا و امیرم شله شدن، باز ما هم اعتراض کردن نتونستیم. اگه این گپا را از بیگم بپرسی بهتر خود بود. با دوستت بگو که موبایلش روشن کنه که بپرسم. و ها با دوستت بگو که خودش و طفلش بر همیشه از خانواده ما دور باشن. درست است؟ بچه‌ش از مکتب سرایام اخراج کنه. ناخو بچه را عادت داده باز جگر خون ما نسازه. ببین ای که دیگه در فکر شیعه و چی پلان داره ای را نمیفهمم. ما یک قسم نکنه از خانمون دور باشه. حالا من به بیگم چی بگویم تو؟ آی خدای من به تشویش امیر هستم. او بچه را ما تو تنها ماندیم. زندگی مورا پیش دلارا مونده. در سر سرک خوراهش نکردیم. چرا باید منتظر پلین میمونیم؟ چی بفهمم دیگه؟ او بسیار با محبت از پشتم سعی میکرد. بیبی شیرینم تو را با خبر میسازم. ماه 8 است. درست است؟ بعد از این روزا را در خواب خوادیدی خبر باشی. به جایی که خدمت بچهای مردم بکنی از این مال لذت ببر. درست است؟ آی حق با جانب استی فاروق. یک دقیقه ای گپ حاله به فکرم آمد. راست میگی. آی من حاله به هوش آمدم. کتاب زندگیم تغییر میکنه. زندگی من تغییر میکنه. من مادر میشم دیگه. بعد از اون قسمه که خواسته باشم خوابیدن نمیتونم، قسمه که خواسته باشم بیدار شدن نمیتونم، هر جایی که بخوایم رفتن نمیتونم. اما خب خلاص شدیم. یک دقیقه من حال به هوش آمدم، حال فهمیدم، رسما به هوش آمدم. درست است. بله 8 ماه، آخرین 8 ماه، 8 ماه نه 7 ماه وقت دارم، به خاطر که دمای 9 به احتمال زیاد شاید من از جای خود شور خورده نتونم و همیشه خواب باشم. همونطور نیست؟ ما میرم میخواستم که با هوش بیایی. ای خدایا من خود خلاص شدم. دلم از امیاله به تنگ آمد.
وقت بخیر. بسیار تشکر. در خانه کسی نبود، هوام خوب بود. از این خاطر خواستم فرم پر کنم. تو زحمت نکش، من خودم پر میکنم. من فقط خواستم سلام بتم. تو راحت کارت انجام بده. میخوای من کمکت کنم؟ نه، خانم ثریا زنده باشه او همراهیم کمک میکنه. وقتی ایرا پر کردم برش نشان میدم. تو این کار دانشگاه رو بسیار جدی گرفتی. میخوای امتحان سویه بتی؟ بله، اول امتحان صنف آخری را میتونم. بعدن؟ باز به دانشگاه آمادگی میگیرم. هدفت رسیدن به دانشگاه است؟ میخوای چی شوی؟ آزاد. خواهر من میرم. درست است جانم. شام با خیر مانده نباشید. شام بخیر. کدام طرف میری؟ بستگاه میلی بس. درست است، بیا که یک جای. بالا زیاد خوب میشه. مشنوم. قبول دارم که من پیشنهاد کردم. من تو را خواستم، من انتخابت کردم، مشکلاتی که داشتی را قبول کردم، اما همراه من مثل یک دستمال کاغذی معامله کردن نمیتونی مرا قسم استعمال کرده دور بندازی. تو فکر کردی من از دخترای بازاری هستم؟ ها آدم. دلارا صبر کو گپ نزن آدم به نظرم تو با راحت بودن من فریب خوردی. قلب ما و اتاق ما کاروان سرای نیست که هر کس بیایه و بره. آدم من بسیار خوب میفهمم که از دست دادن کسی یعنی چی. مادر ندارم، پدرم در طفولیتم از دنیا رفت. من بسیار خوب میفهمم وقتی که انسان با تمام اعتماد دست کسی را میگیره اما او شخص دستش رها میکنه چقدر درد میکشه. فکر کردم تو ایره میفهمی. فکر کردم در وجود تو این ترس هست. فکر کردم تو از امو اشخاص هستی که درد تنها ماندن خوب میفهمی. آدم من فکر کردم تو فقط از شرم زمانه خدا قوی نشان میدی مثل من تو را لوده میگم اما دست خودم لوده استم. تو هیچ شر نداری. تو واقعا یک آدم بی شرم هستی، بی شرف هستی. آدم تو هیچ نمیشه. یک دقیقه کدام غلط فهمی رخ داده؟ آی با دیگه. چرا کدام مشکل پیش آمده؟ بریم. بیا. بفرمایین. ایره کجا روان کنم؟ نخواستم که در روز مادر تو را فراموش کنم. چرا خودتانا به زحمت ساخته؟ ای حق تو هست و ایرا فقط یک بار میگم، بار دیگه تکرارش نمیکنم به خاطر که میفهمی صفت کردن درباره کسی هیچ خوشم نمیاد. تو مثل مادر دوم اونا هستی. تلاشای تو به خاطر اونا از مکدام زیادتر است. در موضوع بچه ما مزمی خاطر سر تو زیاد قار شدم.
بسیار زیاد تشکر میکنم. گپایتان از توفیتان کده با ارزشتر است. بازش کن. در روزهای خوشی استفاده کنی. بسیار زیاد تشکر. تو دقیقه وقت کم و بیروبار خانه چطور درس خواندی؟ اگه لازم شد از طرف شو خو نمیشم. خانم سریا با من امپیتری و گوشکی میخرن. درسای خودت او مندازم. حتی خواهر میفهمی او برام کستای زبان انگلیسی هم میخرن. آی با ما انگلیسی یاد بده لطفا. وقتی از خانم اسما با تنگ آمدم با انگلیسی گپ دل خود بگویم. از دست تو. این عروس خانم بسیار زن خوب است. مثل طلای قلب داره. خدا خوشیاش چند برابر بسازن. آمین. آمین. اگه خدا بخواد همه چیز امکان پذیر میشه متنیز. خواهرو چی است؟ خانم اسما برام گرفته. تحفه روز مادر است. در بازار یک بار چشمم به ای خورده بود. نمیفهمم چطور مرا دیده. معلوم میشه همیشه طرف چشمایت سعی میکنه. بچه نداره که به خدمت کار بته، اما تحفه داره که بته. من از گدام برنج گرفته پس میگم. خواهر من خواه خاطر نگفتم. بیازو خودش چند باری گپه برم گفت. درست از حالم میخواه بگویا که پس پیشم بیا. من یک اشتباه کردم تو او را تکرار نکن. میگه بیا مرا رها نکن. آسیا تو هم آهسته آهسته مثل ای شده میری. توبه. خوش آمدین آقا فاروق. میزتان آماده است بفرمایین. تو خود گفتی امروز زیاد کار داشتی. چه وقتی همه رو تنظیم کردی؟ توبه، جشن گرفتنه که به تو باشه ما او را چی کنم؟ خواستی قبل از اینکه به زمین بیایی خانمتان با خود به پرواز ببری هموت نیست؟ با آن که پرواز کنم. بیبی که چی میگم عشقه؟ همه چیز بسیار عالی است. یعنی این مکان، این میز دو نفری و این فضا همه چیز بسیار فوق‌العاده است. نمیخوایم بد فکر کنی اما مخو برات گفتم 8 ماه طعم زندگی را برام نشان بده. مقصد ما بعضی چیزای هیجانی و شوختر بود. چی بفهمم دیگه، یعنی غذا را خوب یا وقتی که طفلام داشته باشیم خوردم میتونیم اما تو نیست. مثلا همه قسم چیزا میخواستی؟ تو مذاق میکنی؟ چی بفهمم خواستم آخر هفته همراهی تو به یک کنسرت برم و این زندگی خسته کنه تو را رنگین بسازم. این قسمی فکر کردم. عشقه باورم نمیشه. دوست دارم. درست است، آرام باش. درست است. خدا زیاد دوست دارم. ما هم دوست دارم. بشی دیگه، ببخشی بیادر. خدا زیاد دوست دارم. ما هم دوست دارم. برو بشی. با کنسرت میریم. بله. فقط تو نفر. بله. مادرم هم میبره. با کنسرت میری؟ با کنسرت. اوهو کسی نیست؟ سلام. خوش آمدید. زیاد پشت دق شده بودم عشقم. یک دونیم. چشمتان روشن. زیاد پشت دق شدیم. خانم کراس تشکر میکنم. هر وقتی که خواسته باشین رفته میتونین. میلی بس از پیشتان نره. درست است، تشکر میکنم. تشکر. چطور استی جانم؟ خوش آمدی. من که نبودم چی کردین ها؟ چی کنیم دیگه؟ گرچه بعضا من خو خبر میگرفتم.
شنیدم که من نبودم به خانه استاد سریا رفته بودی آقای کوچک. بله. با من چی گرفتی؟ چی گرفته باشم به نظرت؟ حالا بگی. مادر تو عالی هستی. خوشت آمد؟ بسیار. به خیر استفاده کنیم. خب بگو دیگه غذا چطور بود؟ خانواده استاد سریا چطور بود؟ هیچ، فقط مراد بیادر بود که کاملا مثل سریا خواهر ساتیر بود. شوهرش چطور بود؟ یه قسم به معرفت بود. ای چه قسم گپ از جانم چه قبل؟ چرا بی معرفت گفتی؟ هیچ کارش نرمال نبود. بعضن خوب رفتار میکرد اما بعضن بدکار بود. یک آدم غیر نرمال بود. مرا هیچ خوشم نامد. حالا بیاییم که اونجا بریم گپ بزنیم. شما میجا شیشتا گپ میزنیم؟ بله ما بیازه پشت بچه‌ایم زیاد دق شدیم. جان من ببوس مرا. راحت باش، چیز نمیشه. چی بفهمم؟ ترسیدم که حال پلیس ها نیاید. خوب است که بهن یک چای خواد دادیم بشه. چی گپ از بیادر؟ اگه در بخش دوست نداشته باشی بازی کارا رو انجام داده نمیتونی. اگه کسی خبرم بده تا من خبر نشم گپ به پلیس نمیرسه. همین اصلا؟ یعنی همه قدر؟ بله همه قدر است. البته کار بار ما کمه کوچک است. اگه به یک بارگی کار بزرگ بسازیم باز همگی سرم شک خواهد کردن. از همین خاطر ما آهسته بدونی که کسی سرم مشکوک شوه پیش میرم. اگه میلی بسا با مقصد برسن باز فکر کو چقدر فایده خواهد کردم. از همین خاطر از تو میخوایم که شریک ما شوی که به راحتی پیش رفته بتونم. اگه نه کار ما خود راحت پیش میره. او چی هست؟ بسیار خوش شدی، آفرین. آرام باش تمام قصر از صدایی تو گرفت. آرام باش کمی، آرام باش. خدا خوشیتان افزایش بده. شور بتین، تمام قصر شور بتین. بیازو چیزی نیست که عادت نداشته باشیم. شب خوش. فکرت هنوز نامده. مرادم به خاطر گم کردن خود جای میپاله. اگه این قسم پیش بره عثمانم دیگه خانه نخواد بیایه. نه نظم دسترخوان ما خواد ماند و نه هم از خانه ما. و کسی هم گپ مرا نمیشنوه. تمامشان میگه با بیادر ما خود چیزی نگفته. فکرت کجاست؟ کار داره. کار چی؟ نمیفهمم. دی وقتا بدون کار دارم دیگه جواب نمیگیرم. بچیم دیگه چقدر میخوایی مرا دی خانه خورد بسازی؟ مادر اگه میخوایی درباره امیر بپرسی، امیر بچه من است. همراه بیگم گپ زدی؟ چطور یعنی؟ او بچه درست 10 ساله؟ مطمئن هستم مادر، مطمئن هستم. ما به تو در این موضوع دروغ نمیگم. و در این قصر هیچ کس تو را خورد ساخته نمیتونه و بیازو کسی هم کوشش نمیکنه. و خاطر که امروز سر تو چیغ زدم معذرت میخوایم. شاد اخت اسما. و تو هم نباید با گپای خورد ریزه آزرده شوی مادر.
اما تو نیست؟ شب خوش. خب اگه ای بچه 10 ساله باشه و بچه تو هم نباشه، باز ده قدر سال ده موضوع بیگم فکرایی که درباره مادرت میکردیم تمامش بیجا بوده. اگه ما چیزی را نمیخوایم حتما درباره‌اش یک چیزی میفهمیم. ما چطور از این گپ هیچ خبر نشدم. من ناق قدر وقت منتظر تو ماندیم فاروق. عشقم، نور چشمم، خانم که تمام قلب خدا برش تسلیم کردیم. امروز دومین سال است که تو در زندگیم داخل شدی. امروز تو بسیار سالها را سپری خواد کردم. خدا را شکر که امروز هستی. بیادر؟ عثمان خان، میبخشی مزاحم شدم اما به کمک ضرورت دارم. خیرتیست؟ به خاطر روز مادر به سرایا میخوایم یک توفه آماده کنم، اما با یک نفر ضرورت دارم که خوب به کامپیوتر بلد باشه. دی وقت شب به فکر آمد؟ بچه‌ام از مصروفیت زیاد کجا وقت پیدا کرده میتونم. خودت هم میفهمی امروز بسیار مصروف. موضوع بیگم چی کردی بیادر؟ او بچه یک دوست دوران تخصصیش از به نام دیوید جانسون است. دی بار امروی بیگم گپ زدی؟ نه، شناسنامه او بچه را دیدم. تصادفاً دیدم بیادر. خیلی چرا نامش امیر است بیادر؟ ما چی بفهمم عثمان؟ بیادر چی بفهمم دیگه چی مانا میته؟ به نظرت عجیب نیست بیادر؟ غلط فکر نکنی، اما به نظرم تو کوشش نمیکنی موضوع را پس کنی فرار کنی. عثمان، من نمیتونم که همیشه بیگم تعقیب کنم در کدام حالت چی کار میکنه. اگر چیزی می بود که باید برام میگفتی قسم مرا اعلان نمیکرد، درست است؟ بچه‌اش تخلص یک مرد که 10 سال قبل امروش معرفی شده را با خود داره. واضح است که از هم جدا شدن. من چی کردم میتونم؟ من میخوایم که در ذهنت کدام سوال دیگه باقی نمونه، نشه که بعد از او باز جگر خون شوی بیادر. درست است چی کنم؟ حالا بیا قوام فرمایش دادیم کار ما طولانی است. پلین، امیر خوابید. حالا دیگه بگو برم. بیا. معذرت میخوایم بیگم، واقعا ما فکر نمیکردم که قسم خود شد. ما گفته بودیم نه که اگه با هم وقتشان سپری کنن خوب میشه. چی میفهمیدم دیگه؟ اما هم گفتم که امی خوب فرصت است. بله. پلین از تشویش خواد مردم، لطفاً بگو دیگه چی شده؟ فاروق میخوای امیر از مکتب سرایا بیرون کنی. شماره تلفنت پیدا کرد، یک چند بار برات زنگم زده. گفت با او بگو که موبایل خود جواب بده. تو این گپا رو چرا برام نگفتی؟ چطور این گپا برات میگفتم بیگم؟
ما خواستم که کم حواست جمع شود. دوبار زنگ زده. این شماره پیشم ثبت نیست، شماره ناشناس بود، از او خاطر لازم ندیدم دوباره برش زنگ بزنم. چرا قسم گفته باشه؟ تو این موضوع را از اول برام بگو به طور کامل، از امو اول. او روز ما که رفتیم. شب بخیر خانم اسما. چیزی که ازت خواسته بود و ما پیدا کردی؟ پیدا کردم خانم. کم ناوقت شده اما معلومات بیشتر پیدا کردم. قسمه که فکر کرده بودین در شفاخانه کار میکنه. و ها آدرس خانهشون پیدا کردم. کجاست؟ اونا در گذشته امرای آقا فاروق یک خانه خریده بودن. بعداً دوباره فروخته شده بود. او خانه را کرایه گرفته. زن بیشرم. درست است مصطفی، بسیار تشکر. تو برو. درست است. بیبی عکس مقبول است. این نفر در بین تو هستی؟ او را پاک کده میتونی؟ از بین عکس خود پاک کده میتونی؟ ها؟ خیست. او را پاکو عکسی بچه را اونجا بان. ایره؟ امیره بسیار مقبول خواهد شد. شما دو نفر چی میکنین اینجا ها؟ غیبت کسی را میکنین؟ چطور چی گپ است؟ تو هنوز نخوابیدی؟ منتظر تو بودم، گفتی میایم اما تا حال نامدی. چطور میخوابیدم؟ آی قندول ما بدون من خوابیدن نمیتونم. خوابیدن نمیتونم. خب شما چی میکنین؟ خوب هستین؟ کدام مشکل خونه است؟ نه چی مشکل بوده میتونه. در مورد لوگو میخواستیم یک مشوره داشته باشیم اما گپ ما طول کشید. گپ لوگو بود. حالا بیا که ما بریم. سعیز قسمه که گفتم ما قسم ادامه بده. شب خوش. بان که اول طفل ما بره واسو برو. شب خوش. را داده میتونین وقت شب صدای بلند یک دقیقه گپ زدن میتونین؟ آدم برات میگم رابطه. وقت فکراتم رو این بود. درست گپ زدن نتونستم. میشه برم فکر میکنی من هنوزم گپای تو رو ارزش میدم؟ من میخواستم معلوم میشه برات دوش حالا. مگم تو گوه وشی را خوش نداشتی؟ من تو را گوه وشی میگفتم، نگفتیم که روز گم شو پیدا باش رنگت گم کو دیگه آدم نمیخوایم ببینیم. مرا لودام گفتی. چیزایی را ازم پرسان میکنی که جوابشون پیشم نیست. یک دقیقه. من یک انسان نورمال نیستم. اما ای تو بودی که با من دست درازی کردی. تا امروز هیچ کس به من نزدیک نشده بود. اولین نفر تو بودی. بودن و نبودنم هر کدامش درد سرساز است. یعنی نمیفهمم که در دو حالت چی کنم. در این دنیا بدون تو هیچ چیز دیگه ای نیست که مرا بترسانه باور کن. حقیقت همین است. واقعا راست میگم. یعنی چی؟ یعنی از چیزی که من فرار میکنم تو نیستی. من بعضی چیزها را هنوزم به خودم نگفتیم. با تو اونا را چه قسم بگویم؟ اما من نخواستم تو را خفه بسازم. شبت خوش. در اولین موج سختی ها باید شکست قبول کنیم. نمیشه که با هم پیش بریم. اگر مشکلات بیشتر شوه باز بار دیگه کوشش خود کردیم. البته اگر دلت باشه که یاد بگیری.
بیا. صبح بخیر خانم. صبح بخیر. خانه بسیار خاموش معلوم میشه. آقا فاروق و خانم سریا بیرون شدن. به استانبول میرفتن. به خاطر چی؟ به زیارت قبر مادر عروس خانم. آقا فکرتشان هم خانه مادر اپکشان رفتن. گفتن بیازو آقا فاروقشان هم خانه نیستن. مرادام دیشب به خانه نامد. تنها آقا عثمان خانه است. او هم هنوز خواب است. بیدارش کنم؟ نه بانش که بخوابه. او را بیدار نکن. صبحانه شما را در کجا آماده کنم؟ آماده نکن. صبحانه نمیخورم. یک قهوه کافی است. درست است خانم. انشالله که خوشت بیای خواهر جان. آی شما همیشه مرا شرمنده میسازین. والا خواهر دلت که کمرت ماساژ میدی یا پاهایت، هر چیزی که میخوای انجام میده. زنده باشی. روز مادر برات مبارک باشه خواهر. زنده باشی نظیف جان. خواهر جان روز مادر برات تبریک باشه. زنده باشی. خواهر روز مادر برای تبریک میگم. دخترم. تمامتان بسیار خوب فکر کردین والا. تو خو مادر آشپزخانه هستی خواهر. تنها مادر آشپزخانه نیست گلستان، ملکه آشپزخانه است. پس یام با ملکه قلبم. دیگه دختر یزمس تو هم بزودی مادر خواهد شده گلم. ای را با شگونه نه قبول که گلستان. قبل از آمدن اولادم خواستم توفیشه برات برسانم. ای را برات گرفتم، خدا کنه که خوشت بیاید. این نظیف انشالله انشالله. آی جانم. خانم اسما قهوه ما در باغچه بیرونی مینر شما اونجا بریم بیارین. مصطفی تو اینا رو بگی باش که من برای شهر رو ببرم. بگی مکس بگی. سورپرایز. دیوانای من. تو چی فکر کرده بودی؟ فکر کردی تو را تنها رها کرده رفته؟ مادر جان.
کلان آدم ها شدن هنوز موشیان بیا مادر جان اینجا بشین. بیا با تخیه فرمانروایی خود بشین. بفرما شاد دختر اسما بفرما. این مفکوره از کی بود؟ از فاروق بیادره. نه از این بود. نظریه من نبود، نظریه فاروق بود. از تو بود بیادر. از فاروق بود. بله مادر جان لایق تو نیست اما فکر کردم شاید خوشت بیاد. این بسیار مقبول است. بسیار مقبول است. مادر جان میفهمی ذوق لوده ذوق ماست دیگه، راست میگم. از کل ماست مادر، از کل ما. از طرف بسیار برات میزیبا مادر جان. مادر جان ما برشان گفتم قسم نکنین اما قبول نکردن. ایخو همون لاکتی است که دیده بودم. بله بسیار خوشتان آمده بود. بسیار مقبول است. بسیار مقبول است. بسیار تشکر. بسیار تشکر دخترم. بسیار زیاد مقبول است. بسیار مقبول. این از طرف ماست. قوتیش خو کلانه است. ای چی است؟ فکر کردم شاید بخواین عکس نواسیتان در قاب بانین در دیوال خانه تان نصب کنین. ای خوب بسیار. مادر بسیار مقبول است. میشه ببینم؟ بسیار مقبول است. فوق العاده است. چقدر مقبول. راستش ما یک دونه از اینا میخوایم، باید پیش کاکایش باشه. میخوایم امرای ما باید باشه. چقدر بخیل هستین. درست است با تمامتان میگیرم. در عمده فروشی هم خود رفتیم. با تمام خانواده بران فرمایش میته. راست میگه بخدا. روز مادر براتان مبارک. همراه تو هم گپ خواهد زدم. اینا را بگی. ینگ عروس مادر به تو هم مبارک باشه. راست میگه بخدا. آفرین. براوو. مبارک باشه ینگ. حالا دیگه بعد سرخان بفرمایید. با خدا گشنام شده. منتظر همین لحظه بودم. صبح بخیر مادر جان. صبح بخیر بچه قنده. چی را در پشتت پت کردی ها؟ از هیجان بسیار به سختی تا صبح منتظر ماندم. تشکر میکنم. روز مادر تبریک باشه. ما صدقی تو تحفیت شو. باش ببینم. تقدیم به بهترین و شیرین ترین مادر دنیا. دوست دارم مادر. در بین او یک چیز گرم بندازم باز عکس هر دوی ما در او معلوم میشه. توی کارا چطور انجام داده تا نیستی؟ سریا خواهر در گرفتنی تحفه همراهیم کمک شد. راستی؟ چقدر خوب. کارتامو او گرفت اما تمامش من رنگ‌آمیزی کردم. خوشت آمد؟ دیوانه شدم. تشکر میکنم شیرینم. حالا بیا که در بین او گلاس چای بندازیم تا عکس ما را ببینه مادر. درست است مندازیم اما قبل از او یک کم ورزش میکنیم. ورزش با هم میکنیم. این قسم ورزش. حالا نمیمانم خوب خطکت میتم بچه خنده ما. عشقم چی میکنی؟ پیش مادرم میرفتم. بشی اینجا بشی. چی هست؟ چشمای تو بسته کن. عشقم چی میکنی؟ تو را میگم فاروق. چی هست؟ اول باید به بهترین مادر دنیا که مرا پدر ساخته تبریکی بتون. حالا واس کو دیگه واس کو. تو چه قسم آدم هستی؟ کدام مسئله جدایی داری؟ چطور تونستی را آماده کنی؟ چی وقت آماده کردی؟ ای را ببین. خدای من. دیشب که ما عثمان شیشه بودیم سر همی کار میکنه.
اما در وقت چطوری همه را آماده کردی؟ در کجا چاپش کردی؟ چطور ها؟ ای گپارا بان ایرا بو که خوشت آمد یا نه؟ زیاد خوشم آمد. خانم اسما، سالهای قبل یک بار همراه تو گپ زده بودم. خدا شاهد است وقتی که تو بدون سر و صدا با آرامی از اینجا رفتی، بعضی اوقات با خود میگفتم آیا ما خب با او زن به انصافی نکردیم؟ میگفتم دختر با غرور بود که این قسم رفت. میگفتم آیا تصمیم ما خو اشتباه نبوده؟ 10 سال عذاب وجدان کشیدم، اما خداوند قدر بزرگ است که اجازه نداد ما دیگه ای عذاب وجدان تحمل کنم. خدا میفهمه ای بچه از کی است که اینجا آمدی و در تلاش چی هستی، اما به هدفت هرگز نمیرسی. مادر کی آمده؟ خاله آمده. سریا خواهر ما آمده. روز خوش. او زن به تو چی گفت مادر؟ گپایی گفت که بعداً بسیار ازش پشیمان خواهد شد بچه. صبح خیر. صبح خیر.
میبخشی ما دیشب کمی ناوقت آمدیم، از تو هم تشکر کردن نتونستم. ضرورت نیست بیادر، بیا از اون مفکوره خودت بود دیگه. سرایه خوشش آمد؟ بسیار زیاد. همون لحظه آلبوم گرفت و بس چیزا از سرش نوشت و جای به جایش کرد. بیادر اما میفهمم. بیازو از همی خاطر آمدیم. من منتظر بودم که روز مادر تیر شوه بیادر. حالا میرم امرایش گپ میزنم. همه چیزا برش میگم درباره بیگم و دیگه گپا انشالله. بهترین کار است بیادر، باید از دهان خودت بشنوه، چون بیازو دیر یا زود از یک تاریخی خبر میشه دیگه. بفرما. صبح خیر. صبح خیر. ایره دیدم میتونم؟ بله البته که دیدم میتونی. آیه چقدر مقبول است. بله عثمان و فاروقی را آماده کردن، هر دویشان یک جا طراحی کردن به خاطر روز مادر. بسیار خوب است. مفکورای مام یک قسم بودم، میفهمی؟ مام به فکرت و آماده میکردم. راستی؟ دیروز که کلگی از خانه بیرون شدن آلبوم را دیدم، مکس ها را دیدم، یگان چیزا را منظم کردم. اینا مکس های فاروق هستن. معذرت میخوایم که آلبوم پیدا کردن نتونستم، از اون خاطر گفتم به خودت بیارم تا خودت پیدا کنی. البته بسیار زیاد خوب شد، تشکر میکنم. پس وقت خوش داشته باشی. خداحافظ. زنده باشی. خدا کنه خیریت باشه. آی فاروق من. ما باید به تو یک گپه بگویم. فاروق سرایا چی گپ است فاروق؟ شفاخانه میره. سرایا رو چی شده؟ دروازه را باز کن. سیس باز میکنم. دروازه را باز کن. مصطفی موتر آماده کن. چی شده بچم؟ نمیفهمم. بچم چی شده؟ چی شده بچه؟ نمیفهم مادر، خون ریزی داره. شفاخانه میریم. الان مصطفی موتر را روشن کن، زود باش. مادر سوریه را چیزی شده؟ چی شده؟ نمیفهمم. زود باشین، میخوایم دعا کنیم. مصطفی عجله کن، سرعت بگیر دیگه، زود باش، سرعت بگیر. خدا کنه طفل ما را چیزی نشه. چیزی نمیشه جانمش، تشویش نکن. و مثل مادرش قوی هستی، چیزی نمیشهش. بسیار میترسم. جانم چی گپ شد؟ دفعتن تو را چی شد؟ چه قسم شد که افتیدی؟
عشق، نور چشمم، خانمه که تمام قلب خدا برش تسلیم کردم. امروز دومین سالی است که تو در زندگیم داخل شدی. امروز تو بسیار سالا را سپری خواد کردم. خدا را شکر که امروز مستی. در پایین صدای چی بود؟ ما جارو میکردم چیزی نشنیدم. یک سار از کجا پیدا کرده؟ مادر جان، من اینا را خواسته بودم. با آلبوم عکسای فکرت اضافه میکردم. چرا؟ اینا در اتاق طفل چی میکنن؟ اونا عکسای فاروق بودن. اونا را بس را یاد دادم که تنظیمش کنه. اتفاقی افتاده؟ خدا کنه چیزی نشده باشه. ثریا خون ریزی داشت، او را به شفاخانه بردن. مادر خون ریزی چی؟ طفل چیز شده؟ نمیفهمم. دعا میکنم که طفلشان چیزی نشوه. مادر دعای چی بیا که شفاخانه بره؟ تا وقتی که خبر خوب نشنیدیم دعا میکنم. مرا فقط همین کار راحت میسازه. خانم اصلا امروز در استانبوله. خانم معامله است. در اتاق پالو ببرنش. لطفا من همیال یک دکتر روان میکنم. خانم محترم یک لحظه میشه نامتان ثبت کنیم؟ البته جان. اسم و تخلصشون درست است چیز است. ثریا بوران. یک مریض عاجل داریم. بخیزین جان، بخیزین بیاین اینجا بشینین. آیسته بشینین. آیسته. جانم درد داری؟ یک کمه. فاروق، خدا کنه طفل ما را چیزی نشه. من زیاد میترسم. چیز نمیشه جانم، چیز نمیشه. آرام باش. بله، مریض ما چطور؟ شفا باشه. من نمیفهمیدم که حامل هستیم. حامل هستم. خواهش میکنم یک کار بکنین خانم بیگم. خواهش میکنم طفل مرا نجات بدین. خواهش میکنم. درست است، آرام باش، صبر کن. باش که ببینم. درست است. خواهش میکنم یک کار کنین خانم بیگم. طفل مرا نجات بدین. صبر کن که اول حالت ترجیبی کنیم. تو برام درباره حادثه گفته میتونی؟ هیچ چیز خاص نشد. ناگهان قسم شدم. هیچ نمیفهمم چطور قسم شد. درست است. خوب است خانم بگم. خوب است. یک لحظه. خانم بگم ما را چیزی نشدنه. درست است. با فعلا خو کاملا خوب است. خدا را شکر. تشویش نکن. اما البته که به خاطر ای که چرا این اتفاق رخ داده باید تحقیق کنیم. یک چند آزمایش از باید انجام بدین. خونتان باید معاینه کنیم و اما یک چند دوا برتان نوشته میکنم. او خون ریزیتان توقف خواهد داد. اما به فعلا طفلت کاملا خوب است. تشویش نکن. خانم بگم صدای قلبش شنیده میتونم؟ البته.
من عرص صدا میکنم که خونتانه بگیره. شفا باشه. چی شده؟ سریا را کدام چیز شده چطور؟ نه خیر، شما با سریا من خالش هستم. درسته، شفا باشه. حالت سریا و طفلش کاملا خوب است، تشویش نکنین. من ناگهان سرم دور خورد، به نظرم فشارم پایین شده. با مریض شما ربطی نداره. درست است، شفا باشه. خب چرا این خونریزی داره؟ یعنی این نرمال است یا خطر داره؟ او وقت فهمیده میتونیم که آیا کدام خطر متوجهشان است یا نه. من خون مریضتان میگیرم و شما را مرخص میکنم. برای فعلا هیچ کدام گپ قابل تشویش وجود نداره. شما تشویش نکنین. درست است؟ درست است. اما تا وقتی که نتایج معاینات معلوم میشه باید استراحت کنه. همیشه باید استراحت کنه. حتی دراز کشیده استراحت باشه. در دوران حاملگی استرس هیچ خوب نیست. بازم شفا باشه. بسیار زیاد تشکر. زندگیم دکتر چی گفت؟ چیز نه جانم. دکتر خودم خونه بود، زیاد ترسیدم. خدا را شکر که خانم بیگم اینجا بود. فاروق، خدا را شکر. حال خونه تا با معاینه میبرن، بعد از او باز اجازه میتن که بریم. جانم تو میخواستی به من کدام چیزی را بگویی؟ چیزی میگفتی؟ گفتی مهم است. چی بود؟ بگو بریم. آره هیچ چیز ارزش نداره. دقیقش نباش. ما میرم که کارهای مرخصی را حل میکنم. خاله تامم اینجا است، او پیشت خواهد آمد. ما حالا میرم. درست است جانم؟ درست است؟ درست است. عشقم، چی شده؟ از شفاخانه کدام خبر بدی آمده؟ تو چرا او عکس را به سریا دادی؟ بیشتر گفتم نی؟ خواستی که بیگم و فاروق یک جای ببینه. همه طور است. میخواستی چی شوه؟ همه که با هم جنگ کنن و از هم جدا شون. چی میخواستی ها؟ هدف تو چی است؟ تو فکر میکنی من قصدن این کار کردی؟ طرف ما ببین. من احمق فکر نکو. شنیدی؟ هرگزی فکر نکنی که من قدر احمق هستم. فکرت ما وکس ها را درست حل نکرده بودم. او زنم هیچ نمیشناسم. تو متوجه هستی که چی میگی؟ تو خانم در افتتاحیه دیدی و بسیار خوب میشناسیش. ما او را از دور دیدم و فقط به یک دقیقه همراه او زن مرا معرفیام نکردین و ما چی میفهمیدم که فاروق یک سال از خانمش پات میکنه. موضوع 10 سال پیش که در پشت عکس بودم ندیدی؟ ندیدم. فکر نکن که من احمق هستم. به نظیف بگو که موتر آماده کنه. خیرت باشه. خانه مادرمشان میرم به خاطر دیدنشان. با وجودی که در خانه قدر مشکل کلان وجود داره. مادرمشان نیومدن. برایشان خوش آمدی میگم و پس میام. از وضعیت سرایام از اونجام خبر شده میتونم. خانم اپک، ساختن خانه سخت‌ترین و ویران شدنش آسان‌ترین کار است. زیرا خب میفهمی. شما مرا ملامت میکنین؟ چی عکس بوده؟ من فکر نمیکردم دادن عکسای فاروق به خانمش اینقدر یک گناه کلان باشه. مادر جان، همراه فکرت گپ بزنین. مادر جان،
ای که چی کنم و چی نکنم هر دویتان یک جای تصمیم بگیری تا که قسمی مام نفس راحت بکشم. روز خوش. پگی انگا من میرساندمتان. آهسته میرانم. اوه با خدا که مثل طوفان رفت. همو قدر که به ما میگین کمیان به خانمایتان بگوین که چوب باشن آرام باشن. به خانمت یاد بده که اتفاقات ای خانه را دیگه به مادر خود نرسانه. پیش مادرش رفت؟ بیا زود، تو از هیچ چیز خبر نمیشه. امروز که سرم چیغ زد فردا سر شانایم بالا خواهد شد. دیگه هم گپ ما زیر پای کنه. نه احترام مانده و نه ادب. آفرین. اگه ازم یال جلو خانمت نگیری آینده منتظر اصلاح شدنشم نباش. فقط همین قسم از پشتش اتاقت گدوت خواد کدی. بله بیادر. چطور هستین؟ خوب هستم. آزمایشات خون انجام میدن. نتایجش فردا معلوم میشن. ما مال کارهای مرخصی را خلاص میکنیم باز خانه میاییم. خب چرا قسم شد؟ نمیفهمم بیادر، ناگهانم قسم شد. درست است فهمیدم. شفا باشه. خانم فاروق تو چرا مای نکدی ها؟ دیوانه شدی بیگم، تو چرا او را مای نکدی؟ میخوای مرا دیوانه بسازی؟ چی است؟ چرا یک قسم سیل میکنی طرفم؟ بس از دیگه بیگم، ای بار که سرایا عاملت چپ موندی؟ دکتر نبود دیگه، دکتر نبود. دی شفاخانه لعنتی یگانه دکتر نسایی ولادیم هستم. چی میکدم پیلین؟ چی میکدم؟ میگفتم فاروق معذرت میخوایم، وقتی که من به طفل تو عامله بودم تمامی ایالت به تنهایی سپری کردم، حالا نمیتونم به خانم تو دل بسوزانم ها؟ چی میکدم؟ پیلین دیگه سرم فشار نیار، ما انسان هستم. لطفاً بیشتر از این سرم فشار نیار، بس است. بیگم بگیره بنوش. بنوش. حاملگی و دختر پر خطر است. میترسم که کدام مشکل ارثی نداشته باشه. اگه ای قسم باشه با یک تشویش و جگرخونی کوچک میتونه طفلش از دست بده. در این حالت ما یک تشویش کوچک محسوب نمیشم، اما تو نیست. چی میکدم؟ میخوایی سبب مرگ طفلش شوم؟ این حالت طبیبی، تو این حالت طبیبی کاری که تو با خود میکنی دشمنت هم امرت نمیکنه. تو این حالت طبیبی من خود اگر نمیتونم این حالت طبیبی نو. شفا باشه فاروق. تشکر میکنم. انشالله زیر سایه پدر مادر بزرگ شود. یعنی چی کی بار؟ تا امروز به خاطر چوب ماندم که نمیخواستم در زندگی دیگران مداخله کنم. دیگه نمیخوایم دختر در مشکلات ببینم. اجازه نده که خانمت او تداوی کنه. یک دقیقه پیلین، تو میخوایی چی بگویی؟ واضح گپ بزن. واقعا نفهمیدی یا نمیخوایی که بفهمی؟ دکتر ایرول لطفاً به بخش عاجل مراجعه کنید.
واقعا نفهمیدی یا نمیخوایی که بفهمی؟ واقعا نفهمیدی یا نمیخوایی که بفهمی؟ واقعا نفهمیدی یا نمیخوایی که بفهمی؟ خدا کنه که این بار زیر سایه پدر و مادر بزرگ شود. پاکات باز نکدی. نتایج آزمایش دی ان ای رو نمیخوای بفهمی؟ ضرورت نمانده. یک غلط فهمی رخ داده بود. مرام از اینکه مداخله کردم پشیمان ساختن. تورم تا اینجا با زحمت ساختم. بسیار زیاد تشکر. این خوبی تا فراموش نمیکنم. اگه حادثه بخیر تمام شده باشه پس مشکلی نیست. خوب شد به این بهانه تورم دیدم. تو باید لیست ضروریات بخش مراقبت از اطفالی که سرطان خون دارن برام روان میکدی. او را آماده میسازم. امروز خلاص میشه. برات ایمیل روان میکنم. باز برات زنگم بزنم و تا او وقت نتایج آزمایش دیگه هم خلاص میشه. اگرچه مطمئن هستم که تمام نتایج بسیار عالی است. خدا کنه از سرایام یک خبر خوش بشنوم. راستش تخصص ماده بخش نیست، اما در 12 هفته اول حاملگی قسم خونریزی ها رخ میتن. تغییرات هورمونی سبب میشن که طفل بهتر رشد کنه. یعنی زیاد نترس. ما حالا که شفاخانه رفتم از حالت خود آگاه میسازم. بسیار زیاد تشکر. حالا به اجازهتان من میرم. بازم بسیار تشکر. با امید دیدار. با امید دیدار. خداحافظ. زنده باشی. اگر قدر مهم نمی بود نمی آمدم. یک بار شفاخانه بیا که گپ بزنیم. درست است؟ زندگی ما خوب هستیم، تو تشویش نکن. خدا بیخی خراب کردی. به خدا من خوب هستم عشقم، چیزی نشده. من کاملا خوب هستم. ها هیچ چیزی نشده. تو را ماشاءالله رنگت بیخی سفید پریده مثل پنیر. بیازو چهرت هم مثل پنیر است. این خوب شد. خاله مطمئن شدم. او بسیار سخت جان است. مرد بودن چقدر سخت است. و شما زیاد دل میسوزه. نه گریه کده میتونین، نه درد و دل کده میتونین، نه میتونین بگوین که ترسیدیم. آی بسیار سخت است زندگی به شما.
امیر نواسه تو است. امیر نواسه تو از خانم اسما. کاملا مطمئن هستم که او نواسه تو است. امیر بچه من است مادر. همراه بیگم گپ زدی؟ یعنی چطور؟ او بچه درست 10 سال است. امیر بچه من است مادر. مطمئن هستم مده این موضوع به تو دروغ نمیگم. مادر چرا با تشویش هستی؟ با تشویش شما بودم بچه‌م، هیچ خبرم ندادین. خوب است مادر، خوب هستم، خدا را شکر. طفل مام خوب است. خوب هستم، تشویش نکنین. این چوچگک خواسته کم ماجرا برپا کنه، باور کنین. بیا جانم، متوجه خود باش. زنده باشی. شفا باشه. تشکر میکنم. سریا خوب هستی؟ خوب هستم. خدا را شکر. خانم بیگم اونجا بود. زنده باشه. بیگم؟ دکتر ما بیرون از شهر رفته بود. تصادفاً با بیگم روبرو شدیم. خانم اسما شما خوب هستین؟ 2 دانه گوسفند قربانی کنین. خیرات کنین که این مصیبت از سر ما دور شود. بچه‌شم. تو هم گوشت پخته کن. بچه‌شم. باش یک دقیقه باش گیر اینجا بانم. من جای تایی دفعه جور کنم. آی چیزی اشتباه داری جور کنم برات؟ نه من خوب هستم. دروغ نگوی، راست بگو. متوجه بیادرت باش. او هیچ خوب نیست. بیا آیستا. من خوب هستم. امی که شما خوب هستین کافی است. ها بر زبان خود خوی قسم میگی، اما از رنگ چهرت معلوم میشه که چقدر خوب هستی. مثل که روح در بدنت نباشه فاروق جان. انسان همی قسم میباشه جانم. وقتی که حادثه خلاص میشه باز انسان هیچ به خود نمیفهمه. ببین دست و پای من هنوزو میلرزه. او هم حق داره وار خطا شده. فاروق راننده را پشت مهمانای ما به هتل روان کردم که اونا را بیاره. او آدما از هتل رسیدن بیادر، اما تو هنوزم نرسیدی. کجا هستی؟ موبایلتم خود جواب نمیدی. عشقم جانم، تو برو به کارت برس. بیا از اینجا همگی مثل پروانه به دور میچرخن. هیچ کس مرا تنها نمیمانم. من کاملا خوب هستم. به خدا خوب هستم. مطمئن هستی؟ مطمئن هستم. آره دیگه تو هم استراحت کن. ما هم کارهای خود حل کرده زود پس میام. تشویش نکن. اینا را نمیپوشی ها؟ باش که یک بالشت دگان بانم. بچه ما میرم مادر. طفل شما خوب است؟ کدام مشکل خود نداره؟ خوب است مادر، خوب است. کار دارم.
خانم مرا با اتاقم ببر. دکتر بخوایم؟ نه، قبل از اینکه کسی مرا در این حال ببینه ببر. درست است. بیایید. فاروق؟ آیا امیر بچه ما است؟ نفهمیدم. بگم آیا امیر بچه ما است؟ منتظرم باشه فخانم میایم اونجا گپ میزنیم. بگو. ها فاروق، بیادر خواهش میکنم بگو که دفتر آمدی. بگو که در پارکینگ هستی، موترت پارک میکنی. جلسه را با تعویق بنداز. چطور؟ شوخی میکنی اما تو نیست بیادر؟ یعنی چطور؟ در این لحظه آخر بیادر تو خو از مکت بهتر میفهمی که مردم چقدر با پرنسی بستنه و ها اونا دیگه وقتام ندارن که جلسه را با تعویق بندازن. چرا نمیفهمی؟ آکف بگو که کار عاجل برش پیدا شده. درست است امشب به غذا دعوتشان کن. بیادر چه قسم برشان بگویم؟ بیادر بیبی او آدمو از بلژیم تا اینجا به خاطر این جلسه آمدن و ها هر ساعت اونا مطابق پلان پیش میره و حالم درا هستن اینجا میآین. بیادر خواهش میکنم قسم نکن. قربان چوم قلب من اشکنن. درست است ای آقایان راه تجارت ما رو به اروپا باز خواد کردن و ما حالی حالت چه قسم برشان واضح بسازم ها؟ برشان چی بگویم بیادر؟ لطفا بیادر بیبی این موضوع حیاتی است برای ما چند ماه به خاطر پروژه تلاش کردیم. تو دیوانه شدی چطور؟ آکف این یک موضوع حیاتی با ما درست است و ما یک راه حل دیگه نشان بده. سوال نکن. زود به فکرت زنگ بزن. بیادر فکرت نمیشه به خاطر کو از همون اول مخالف کارگوی هوایی بود و دی باره هیچ چیزی رو نمیفهمه. او چی خواد کرد؟ تو خواستی سعیز همه چیز تو پیش ببر. صلاحیت امضا پیش او است. تو فقط جای امضا را برش نشان بده که امضا کنه و بس. حالا دیگه مرا آزار نده. بیادر اپک تو اینجا چی میکنی؟ اینجا چی جریان داره؟ به مادرم هم گپ رساندی یا حال اینجا میرسانی ها؟ ما هیچ زندگی شخصی داشته نمیتونیم. پیش مادرم آمده نمیتونم. جایی که باید چوب باشم من اونجا بسیار خوب چوب میباشم. ایره خو میفهمینی؟ یک لحظه صبر کن. تو نمیتونی قسم از سوالای من فرار کنی. فکرت اپک جان مادر. درست است داخل میبرمش. اپک خانم مرا میترسانین. یه قسم نکنین. من شما رو هیچ وقت یه قسم ندیده بودم. حالا چی میشه؟ اجازه بتین که دکتر بخوایم یا هم به آقا ابراهیم خبر بتم؟ یا زود درد من از دست دکتر است. دکتر مرا به این حالت رسند. دکتر نمیتونه درد ما درمان کنه. شما را چی شده؟ نورگل. خیرت است؟ هیچ پرسان نکن. با تو میگم اما دانتا بسته نگاه میکنی. البته. این رازه با تنهایی نگاه کردن نمیتونم. ما آزمایش امیر انجام دادم. امیر از نسل ماست. نورگل و اولاد ماست. اپک جان مادر بخی. اپک بگی حالا ایره بخو. بیا که پیش دکتر بریم که دل ما جمع شوه. حالا فکرت من خوب هستم. کمه فشارم پایین شده. دوغ میخورم خوب میشم. من سریا نیستم که با یک دور خوردن سرکلگی را به جنجال بندازم. صبحانه نخوردیم. دلیلش همیست. سریا را چی شده؟ چیزی نیست پدر.
راستی او چطور شد؟ خبرشو گرفتی؟ بله زنگ زدم، خوب هستن. سریا را چی شده ها؟ وای مادر چی بفهمم. امروز صبح باز در خانه ما یک ماجرای بزرگ رخ داد، اما حالا میگن چیزی نشده. ما آشپزخانه میریم و یک جوس مزه‌دار برات آماده میکنم دختر. البته دخترم البته که گوشنه است. حالا بیا که بریم جانم. مرا ترساندی. مام زیاد ترسیدم. تو باز ناق سرم فشار میاری. من خود نفهمیدم که من چی کردی. میفهمم، یعنی نمیفهمم دیگه. من آکف اگه کارت عاجل نیست. عاجل است فکرت عاجل است. او هم بسیار زیاد عاجل است. همیاله باید اینجا بیایی فکرت. همیاله. چرا؟ چند لحظه بعد باید همراه اروپایی‌ها پروتکل کارگوی هوایی را امضا کنیم، فهمیدی یا نه؟ و فاروق هم آمدن نمیتونه. این خو حتما میفهمی. چرا آمدن نمیتونه؟ من خب برای زنگ زدم گفت سریا خوب است. چی شده سریا را؟ کدام چیزی شده؟ نه چیزی نشده، چیزی نیست. من آمدن نمیتونم که واقعا فعلا بسیار کار مهم دارم، نمیتونم. صبر کن قطع نکن فکرت، قطع نکن لطفا. همراه بیادر خود گپ زدم گفت نمیشه. تو فکر کن درباره سریا من از تو خبر شدم. خودت فکر کن دیگه نه؟ من با یک شخص ضرر دارم که صلاحیت امضا را داشته باشه فکرت. یعنی باید بگم که حتما باید بیایی، حتما باید بیایی. خواهش میکنم که بیا لطفا. آکف چرا نمیفهمی؟ من آمدن نمیتونم، یک کار بسیار مهم دارم، باید خود فاروق حلش کنه. این کار من نیست. فکرت خب من چی کنم ها؟ بگو که من همون کارا بکنم. من خانم اسما را بخوایم بیارم که اینجا امضا کنه. فکرت از تو فقط یک امضا میخوایم، یک امضا، دیگه هیچ چیز ازت نمیخوایم. فقط بیا امضا کن، دیگه هیچ چیز نمیخوایم. مداخله نمیکنم، من دیگه هیچ چیز نمیخوایم. هر کاری که میکنی بکن آکف. حالا دیگه تو برو. گفتم نمیرم. تو را قسم رها کرده کجا برم؟ توبه بان خود فاروق بره. فکرت برو لطفا، خواهش میکنم برو. بیبی باز کدام کار خواد شد و کلگی خواد گفتن که دلیل ای کارام ای پک است و اون نمانده که فکرت بره. به خدای گپا را تحمل نمیتونم. این کار فاروق است، من چرا باید پشتش بدوم؟ کار فاروق است. معلوم است که حل کردن جنجالای فاروق هم کار توست. معلوم میشه که به تو مانده، باید انجامش بدی. برو موضوع را هر چی زودتر حل کن. درست است، تو رم خانه میرسانم. بیا. نمیخوایم مادرمشان بیشتر به تشویش بسازم. بیا تو خوب هستم. کمه باید آرام شوم. درست است؟ بعدن باز خودم خانه میرم. درست است. باز برات زنگ میزنم. اوف. خواهر کار ما دو اتاق خلاص شد. میتونم همراهی تو کمک کنم؟ نه جانم بیازو، بعد از جارو دیگه هم کاره ندارم. تو برو دو آماده که غذا که آماده شد همراهش خواهد. درست است. بعد تو وقت خوش میخوایم. زنده باشی. نام کسی هم نوشته نیست. خدا میفهم از کی باشه. با آقا فاروق میگین؟ ورق آزمایش در پایین ماند. بدا و قبل از اینکه کسی ببینه او ریچه بیار. جایی که من همیشه میشونم در بین کوچ ماندیمش. بدا میرو میگیرمش. گلستان از باغچه پشت سر نعنا جمع کو جوش بده. حال کارم خلاص میشه خواهر، باز میرم. دختر خانم اسما خوب نیست. حالا دیگه ماجرای امروز از صبح تا حال ناراحتش ساخته. باید کمی آرام شوه. منتظر است. حالا بادر میگفتی آماده میکرد. اوف گلستان به خاطر یک کار 40 رقم گپ زدی. حالا دیگه درست است.
تو چی کردی؟ بگم چی کردی؟ بگم چی کردی؟ چیغ نزن فاروق، لطفاً چیغ نزن. اول یک ما بار میخوایم این گوش کن. دنیا را بالای سر چپه کنم، تو میگی چیغ نزن. امیر بچه ماست؟ چرا در شناسنامه‌اش نام دیوید نوشته است؟ به خاطری که به انگلستان رفته بتونیم، به خاطری که به امیر یک نامه تخلص بدیم همراهیم کمک کرد. مدت قانونی که خلاص شد طلاق گرفتیم. بعدن به دیوید از یک شفاخانه بسیار خوب یک پیشنهاد آمد و به امریکا رفت. درست است؟ یعنی دیوید فقط همراه ما کمک کرد. او وقتم تو گپ مرا قبول نکردی، تو را قانی ساخته نتانستم، اما دیوید مثل بیادر ما بود، دیگه هیچ چیزی نبود. بیازو بدون تو هرگز کسی در زندگیم نامده. بسیار ترسیدم، بسیار ترسیدم فاروق. مادرت آمد به ما گپایی گفت که هیچ قابل شنیدن نبود، قابل تحمل نبود، اما ما عروسی میکردیم و طفلان پیدا میکردیم. هیچ شانس نداشتیم، اما قسم فکر کردم بچه ما گرفتم مرا از خانه بیرون خود کرد. تو هم بچه مرا از ما دزدی کردی. تنها بودم، ضعیف بودم، اما دیگه چاره نداشتم. تو هم بسیار به اون نزدیک بودی و تو هم بچه مرا از ما دزدی کردی. با هم بودن نمیتونستیم. فکر کردم دیگه چاره ندارم. تو بچه مرا از ما دزدی کردی. بیا. اما خانم، شاید نمونه‌ای که به خاطر آزمایش داده بودین از او بچه نبوده باشه و از آقا فاروق بوده باشه. ببینین بالایی کاغذ هم اسم نوشته نیست. شاید اشتباه شده باشه. اسم نیست، به خاطر که من نامش ندادم. راپورام اشتباه نیست. در طول قدر سال من منتظر نواسه بودم، اما نواسه خودم خدا میفهمه که در کجا و تحت کدام شرایط بزرگ شده. چهرش هم دیگه قسم شده همون نیست. مویایش بسیار عجیب هستن. به خانه خود و بعد سرخانه خودش مثل یک بیگانه آمد، مثل یک مهمان در پالویم شیشت، مثل مهمان. نواسه ما بدون خانواده و بدون پدر بزرگ شد. ای چی قسم یک چیز است نورگل. تو دیدی چشمایشا مثل فاروق بود. چشمایشا عیناً مثل فاروق ما بود. اما قلباً میفهمیدم
با گپای کسی باور نکردم. خوب شد که باور نکردم. بسیار مقبول است. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. واضح است که بسیار هوشیار است. اما مثل بیگانه رفتار میکرد. وقتی که من میرفتم نفهمیدم که حامل هستم. وقتی که به انگلستان میرفتم نفهمیدم. اوجا یک کار دیگر به گردن گرفتم. وقتی که اوجا خبر شدم من چی ارزش داشتم؟ بگو من در چشم تو چی ارزش داشتم؟ آیا ما همه قدر بیچاره همه قدر عاجز بودم؟ آیا من همه قدر بیشرف هستم که یک طفل بی مادر میموندم ها؟ آیا من نمیتونم خانمی را که دوست دارم از او محافظت کنم؟ نه خیر به تو هیچ ربطی نداره. یعنی چی که ربط نداره؟ یعنی چی که ربط نداره؟ پدر این بچه من هستم. مام خورد بودم. فهمیدی؟ او وقت مام خورد بودم. عاقلانه فکر کردن نتونستم. بسیار متاسف هستم بسیار. ما حالا میفهمم که پدر بودن یعنی چی. حالا میفهمم که از من کدام لحظات و چی چیزها را دزدی کردی. بگم اولین لبخند او را تو ازم دزدی کردی. اولین قدم ماندنش دزدیدی. اولین بار پدر گفتنش ازم دزدی کردی. اولین روز رفتن به مکتبش ازم دزدی کردی. تولد او را از من دزدی کردی. شنیدن تپش قلبش ازم دزدی کردی. ماها و سالها زندگیش از من دزدی کردی. سر ما و سر بچه میش رحم نکردی. میفهمی رحم نکردی. حالا میگی که متاسف هستم. حالا میگی متاسف هستم. بله تو درست میگی فاروق. عزیزاوی اگه میگی من کار اشتباه انجام دادی. تو دیروزم اشتباه کرده بودی. بگم تو دیروزم اشتباه کرده بودی. از هر زاویه که ببینم این کار تو ایت جنبه خوب نداره. تو مرا بان تو همراهی بچه چطور این کار کرده تونستی؟ چطور تونستی ها؟ وقتی که من درباره پدرش ازش پرسان کردم مثل پرنده گردنش کج شد، چشمایش پر از اشک شد. تو چطور تونستی با بچه می باور رابطی که او را دوست ندارم، او را نمیخوایم؟ تو چقدر یک زن بی وجدان هستی ها؟ چطور تونستی بچه ما را بی پدر بانی؟ چطور؟ ها؟ با کدام وجدان تو این کار کردی؟ چطور او را ناتمام موندی؟ ها؟ بیایید حالا شما کمی بخوابید. فکرتان کمی آرام خواهد شد. بیبی از صبح تا حالا درباره همین یک موضوع فکر کرده میره. من حالا دواها را بر شما میتونم. نه نمیخوایم. شالله نشو. بله لیست آماده است خانم اسما. ایمیل به تو روان کردم. نتایج آزمایشات تو قسمی است که گفته بودم پاک هستند. فقط یک کم ویتامین B12 باید بگیری و بس. درست است. زنده باشی ابراهیم. ما بعدم باز برات زنگ میزنم. خیرت باشه. کدام مشکل است؟ این آزمایش چقدر قابل اعتماد است؟ یعنی امکان داره که اشتباه شده باشه؟ همین آزمایش DNA را میگم. نه خیر، امکان نداره. چرا؟ یعنی معلوماتی که اونا گرفته بودن با نتیجه آزمایش همسان نبوده. از او خاطر فکرشان مغشوش شده. معلوماتی که گرفتن حتما اشتباه است. خیرت است. با خانم راست باز کدام مشکل پیش شده؟ چطور؟ نه امروز صبح کم ماره جگر خون ساختم و فعلا خوب است. تو چطور از این گپ خبر شدی؟ از پشت کلیکن دفتر فاروق میبینم. کار معلوم میشه. من با تشویش شدم که کدام چیز نشده باشه. همراه کی گپ میزنه؟ همراه خانم بگم. اصلا در استانبول بود. امروز مریض شما رو معاینه کرده بود. نه با تشویش شدم که کدام مشکل پیش نموده باشه. امروز خانم بگم معاینه کرده. خانم اصلا در استانبول بوده. بسیار زیاد تشکر ابراهیم. من حالا باید بیرون میرفتم. پس آن که وقت پیدا کردم باز برات زنگ میزنم. چی شده؟ فاروق با دیدن بیگم رفته. گفت بسیار کار معلوم میشه. یعنی خبر شده؟ امرای مادرم حسابی خواد کردم. مادرم باید حسابی بته و بزرگترین حسابیام امرای تو است. بگم
اگر مادرم تو را علالا میکرد تو نباید میرفتی. شما حق نداشتین در حق بچه من این قسم بکنین. اردویتون باید جواب بدین. حساب تمام کارایتون باید بپردازین. حساب تمام کارایتون. ضرورت نیست فاروق، تشویش نکن. این زندگی به من جزای مداد. من میمرم. من میمرم. چطور هستین؟ صحتتان چطور است؟ خوب هستیم خاله. اسما برای یک احوال پرسیم نامد. تو بلای جان خودت پیش خود میخوایی دخترم. خدا کنه هیچ نبیایه. نمیخوایم بیایه و همراه او چشمای ترسناک خودی قسم تو را بترسانه. نبود و نامدن او بهترین مژده است به ما. اما من او دختر زیاد دوست دارم. چی میگی جانم؟ اسما خانم در قلبم است. آی بادا جان. بیا جانم، بسیار در یک وقت مناسب آمدی. بیا خواهر، بسیار شکر که تو را خوب دیدم. بعد تو آب زردک و آب سیب تازه آوردم، زیاد فایده داره. خیر ببینی. تو عالی هستی. اگه کدام چیز دیگه دلت شد به من بگو. ما صدقت شوم. راستی در اتاق طفلکسای گذاشته فاروق هستن. اونا را خوبم بیار، از پیش مفتیده بودن. خانم اسما اونا را گرفته خواهر. درست است، از او بخوای. نه خواهر، من خواستن نمیتونم بیازو زیاد قار شد. سر کلگی قار شد که چرا یک سر ای قسم سر دست ماندین. چرا؟ دیگه به خاطر چی بودم میتونه؟ زندگی فعلی بچه خود همراه تو شریک ساخته. حالا میگه حداقل گذشته‌ش باید نجات بتم. او زن همه چیزا به خود میخواه. اما تو نیست جانم؟ راست میگم. درست تحقیق کردی؟ درست است. میفهمم دکتر هستی، اما از روی مادیات نتونسته باشی کدام کار را انجام بدی؟ باز هر قسم چیزی که باشه به ما بگو. یعنی یک قسم زود تسلیم شدنم کار خوب نیست. بیازو از اول تحقیقات استاد لونت تعقیب میکنم. نظر به تقاضای عده دوسیه تا فعلا کدام پیشرفت صورت نگرفته، اما در قسم حالات وقت تشخیص به وقت صورت بگیره بهترین راهکاری است. اما بازم یک احتمال است. ها؟ یکی از بهترین احتمال هست، مطمئن باش. حداقل حال دیگه ناامید نیستم، حتی بسیار امیدوار هستم. پیش تو آمدم به خاطر که نمیخوایم بچه‌م بعد از من تنها بانه. اگه سیر مریضی تغییر کنه و حالت من خرابتر شوه، هر احتمال باید مد نظر بگیرم. یعنی اگه مریض نمی شدی ما هرگز از بچه خود خبر نمی شدم. هم قسم است. استاد لطفاً میشه بیاین؟ یک واقعه تولد قبل از میاد آمده. درسته، شما به عملیات خانه ببرینش، آمادگی رو بگیرین، من میایم. گذشتی بچه ما را از تو گرفتم. حالیم شاید آینده‌شم از دست بدم. اولین قدم، اولین سخن و رفتن مکتبش ندیدی؟ بله. شاید مام اولین عشقش دیده نتونم. وقت ناراحت شوه شاید نتانه سرش نیمه گریه کنه. شاید نتانم وقت رفتن او به عسکری از پشتش گریه کنم و در عروسیش خوشی کنم. شاید اولین اولادش دیده نتونم. تو خو گفتی که یک امید است و خوب میشی. گفتی که این مرض تداوی داره. تا وقتی که کاملا از این مریضی پاک نشدیم
من هر روز هر ثانیه با این احتمالات باید زندگی کنم. در دست خودم نیست. فاروق، من مادر هستم. تمام ترس من به خاطر بچیم است. اگه بار دیگه او بترسه و مادر گفته صدا بزنه، میترسم که من پیشش نباشم. فاروق، وقتی در درسایش کامیاب شوه و من اتان امور ببینم، وقتی موفق شوه و چشمایش پر از خوشی شده بیایم، میترسم که مادرش نباشه که سر او افتخار کنه. فاروق، میترسم که بعد از ما او خود از دست بده و دیگه درسای خود نخونه. هر باره که درباره احتمالات فکر میکنم به قلبم خنجر میخوره. من هر روز، هر ثانیه تکرار خودم میبازم. هر ثانیه را که از تو گرفتیم تمامش دانه دانه میپردازم. فاروق، زندگی به هر قسمه که میشه ترازوی انصاف و عدالت پیاده میکنه. تو کاملا راحت باش. کجا می باشین؟ خانه که یک وقت صاحبش بودم حال اونجا کرانشین هستم. مصطفی، زود مادرم بگی او به دفتر بیارش. همیاله برش بگو که میخوایم عاجل امرایش گپ بزنم. درست است. خدا چی کنم؟ نورگل مصطفی بیادر. نورگل کجاست؟ پیش خانم اسما رفت. چی شده؟ راستی آقا فاروق خانم اسما را به دفتر خواسته. زود صدایش کو، من میبرمش. اما خانم هیچ خوب نیست. دختر آقا فاروق بسیار قر بود. گفت در خانه نمیشه، دفتر بیارش. من میرم محترم میارم، شما هم خانم پایین برین. Bilmiyorum seninle sonumuz ne olacak. Belki bu aşk ölümsüz, belki yarım kalacak.